صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. ای بهز همه سخن کلامت، عنوان صحیفه هاست نامت. نام تو کلید مشکلات است، حمد تو وسیله نجات است. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم و عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در هر کجا هستین همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من در متقابلا خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز خواهم بود. سلامت باشین. جناب مولانا طبق معمول از سوالای SMS بیننده ها برنامه را آغاز میکنیم و بیننده پرسیدن که شخصی اگر طهارت بکند بر جورابش و بر جورابش مس بکشد، اگر بعد از 1 ساعت جورابش را از پایش بیرون آورد، آیا طهارتش شکسته است؟ الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد مسح بر جوراب یا مسح بر خف و موزه، یعنی همون جوراب‌های غلیظ و پوستین، این عقیده اهل سنت و الجماعت هست که مسح بر موزه و مسح بر جوراب جایز هست و همچنین مسح بر کفش جز مواردی هستند که در صورت نیاز و ضرورت جایز هست و انسان میتواند که بر آنها مسح بکند. مدت مسح رو هم رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر حدیث حضرت صفوان رضی الله تعالی عنه برای ما تعیین کردند که برای مقیم 1 شبانه روز هست و برای مسافر 3 شبانه روز هست. یعنی کسی که مقیم هست در شهر خودش اگر بر جورابش یا بر کفشش یا موزهش مسح کشید تا 1 شبانه روز، یعنی تا 24 ساعت. الان این فرق میکنه که این 1 شبانه روز یا 24 ساعت از کجا شروع میشود. و برای مسافر 3 شبانه روز میتواند که بر این جوراب خودش یا بر موزه و کفش خودش مسح بکند و بدون اینکه پا رو در واقع بشوید. اینه که امر متفق علیه است در میان علمای اهل سنت و الجماعت و فقهای اهل سنت و الجماعت. اما در مورد سوالیشون که آیا در صورتی که یک فردی که بر موزه خودش مسح کشیده، فرق نمیکنه که موزه باشد یا جوراب باشد یا کفش باشد، به هر صورت یک فردی در هنگام وضو در واقع مسح کشیده بر روی موزه خودش یا بر روی جوراب خودش، آیا با کشیدن این کفش یا جوراب یا موزه از پا وقتی که این رو از پا در بیارن آیا وضو شکسته یا وضو نشکسته؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود داره در میان فقها و ائمه بزرگوار که یک فردی که بر روی جورابی مسح کشیده بود، بر روی موزه اش یا کفشش مسح کشیده بود، اگر بعد از مسح کشیدن این در واقع موزه را از پای خودش در بیاورد، چه حکمی بر اون مترتب می شود؟ یک گروهی از علما معتقد هستند که وضوءش شکسته. یک گروهی از علما معتقد بر این هستند که به صورت کلی وضوءش شکسته و گروهی دیگر معتقدند که نه، وضو نشکسته، صرفاً باید پاها را بشوید. این وضویش در واقع ناقص است. این 2 تا نظر هستند در این زمینه از فقها در واقع نقل شدن. منتها این 2 نظر یعنی دلیل قوی و صحیح و صریحی رو ندارن، به جز یک سری مسائلی که بر قیاس گرفتن اینو بر خود وضو در واقع،
که گفتند که همان گونه که شستن پا یکی از ارکان وضو هست، یکی از فرایض وضو هست، پس بنابراین مسح هم جایگزین اون فرض هست. اگر کسی پای خودش را نشسته باشد وضوش درست نیست، پس بنابراین اگر کسی مسحش باطل شده باشد مانند این است که در واقع پاها را نشسته و وضوش در واقع کامل نیست. یک سری قیاسی هست. از این که بگذاریم، وقتی که ما نگاه میکنیم در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و آثاری که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده، به طور مثال از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در سنن بهقی اومده و علامه طحاوی رحمت الله علیه هم اینو ذکر کرده که علی رضی الله تعالی عنه وضو گرفتند و بر کفشهاشون نعلینشون مسح کردند. وضو گرفتند، بعد از قضای حاجت وضو گرفتند و در وضو بر روی کفشهای خودشون مسح کردند و بعد از این وقتی که رفتن نماز بخونن وارد مسجد شدن، کفشهای خودشون بیرون آوردند و نماز خوندند. این در واقع صریحه، هم صحیح هست این شاهد و این اثر از حضرت علی رضی الله تعالی هم صحیحه و هم صریح هست که بعد از این که بر مسح کشیده بودند بر روی کفش خودشون و وقتی میخواستن نماز بخونند کفش را از پای خودشون بیرون آوردند و نماز خوندند بدون اینکه پاها را بشویند یا اینکه تجدید وضو بکنند. این یک مسئله. و مسئله دیگر که یک نوع مسئله عقلی هست و قیاسی هست در این زمینه، فرض بکنیم که حتی در ارکان وضو مثلا ما 3 تا عضو داریم که باید شسته بشه، صورت، دسته ها و پاها. اساساً شستن این 3 عضو در وضو فرض هست. و یک فرض دیگری داریم که مسح سر هست، مسح کردن سر هست. خب فرض بکنیم که یک فردی سر خودش را مسح کرده بود، وقتی وضو گرفته بود سر خودش را مسح کرده بود، بعد از این که وضو گرفت رفت موهای سرش رو تراشید. خب این مسح بر روی موهای سرش انجام داده بود، الان موها رو کلاً برداشته، با تیغ اصلا موهاش رو تراشته. آیا وضوش کماکان ثابت هست یا وضوش شکسته؟ بنابراین اون قیاسی قبلا برخی از علما گفتن پس بنابراین باید وضو شکسته باشه، اما به اتفاق علما در این زمینه وضو نشکسته. پس بنابراین اگر کسی وضو گرفت و بر جوراب خودش یا بر کفش خودش یا موزه خودش در واقع مسح کشید و بعد از مسح دوباره یعنی اون را بیرون آورد، وضویش نشکسته، وضویش کامل هست، منتها مسح شکسته. شکستن مسح یک حکم دیگر هست و شکستن وضو یک حکم کاملا جداگانه است. مسح اساساً با 3 صورت می شکند. مسح موزه، مسح جوراب، با 3 چیز در واقع شکسته می شوند. یکی مورد جنابت هست، بنابر حدیث حضرت صفوان رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما اجازه دادند که مسافر 1 شبانه روز، مقیم 1 شبانه روز و مسافر 3 شبانه روز جوراب ها و موزه ها و خفین خود را نکشیم مگر از جنابت. مگر از جنابت، یعنی در صورتی که انسان جنوب بشه مسح در واقع باطل شده. این مورد اولش هست. مورد دوم تمام شدن مدت مسح هست، برای مقیم مثلا 24 ساعتش در واقع تمام شده باشد یا برای مسافر 3 شبانه روزش تمام شده باشد. و مورد سوم کشیدن جوراب از پا هست. اینم جز مواردی هست که مسح را میشکند، اما کشیدن جوراب از پا مسح را میشکند فقط و وضو را در واقع نمیشکند. بنابر شواهدی که من عرض کردم از اثری که از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نقل کردم در سنن بهقی و دیگران هم روایتش کردند و از نظر عقلی هم این دلیل در واقع قوی تر است. پس بنابراین کسی که بعد از مسح بر جوراب یا کفش یا موزه این را از پای خودش بیرون کشید، وضویش نشکسته اما مسحش شکسته، یعنی دوباره با این نمیتواند که بر این دوباره چیکار بکند؟ مسح بکند و مسح رو در واقع ادامه بدهد. این نظری هست که به نظر من در این زمینه قول راجح و قوی تر این است و هم با عقل موافق تر هست و هم با نقلی که از اثر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شده. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که تراشیدن یا کوتاه کردن موی پا از نظر شرعی آیا گناه هست یا نه؟ به صورت کلی موهای بدن بر 3 دسته تقسیم می شوند که یک دسته از این موها باید تراشیده بشود و واجب هست که تراشیده بشود، مانند موی زائد بدن هست، موی زیر ناف هست و موی زیر بغل هست که در این زمینه روایاتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و حضرت انس هست اگر اشتباه نکنم، ایشون میگویند که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما وقت تعیین شده بود که تا بیش از 40 روز اینها رو نگذاریم،
یعنی این از سنن فطرت هست و از خصال و سرشت سلیم بشری هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم این رو در واقع مسنون قرار دادن و جزء آداب و سنن فطری هست که بیشتر از 40 روز نباید این رو در واقع بگذارن. البته این خود 40 روز معیار و ملاک نیست و معیار و ملاک در اینجا کیفیت و اندازه رشد مو هست. این دسته اول از موهای بدن هست. دسته دوم از موهای بدن مواردی هست که حرام هست تراشیدنشون حرامه، مانند موی محاسن هست، ریش هست که تراشیدنش حرام هست، یا گرفتنشون حرامه، مانند موی ابرو هست که حرام هست در واقع کندنشون یا تراشیدنشون هم برای مرد و هم برای زن. این موارد دوم هست. یکی از موارد یعنی تراشیدنشون لازم هست مانند موهای زاید. مورد دوم تراشیدنش حرام هست مانند محاسن و موی ابرو. مورد سوم موردی هست که جایز هست به اختیار خود انسان هست مانند موی سر و بقیه موهایی که بر بدن در واقع وجود داره مانند موی دست و پا و سینه. اینها تراشیدنشون جایز هست هم برای زن و هم برای مرد. هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. پس بنابراین تراشیدن موی دست و پا از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و جایز هست هم برای زن و هم برای مرد. بله. تشکر میکنم از شما. سال بعدی بیننده که شاید جوابش هم طولانی باشه مفصل باشه در مورد این است که پرسیدن آیا اموات در قبر میشنوند یا نه و گفتن که لطفاً با استناد به آیات و احادیث صحیح پاسخ دهید. اگر بخوایم مطمئن بشیم باید یکی رو که مرده یعنی از اون بپرسیم زنده بشه بیاد خبر بده که شنیده یا نشنیده. منتها در زمینه آیات و روایاتی که در مورد شنیدن یا نشنیدن مردگان که آیا صدای زندگان را میشنوند یا نمیشنوند، در این زمینه هم آیات زیادی رو داریم و هم روایاتی رو داریم و هم آثاری رو داریم که در واقع دلالت بر مقصود میکند. این مسئله یک مسئله اختلافی هست و بیشتر اهل بدعت و انسانهای خرافی سعی میکنند که اثبات بکنند که مردگان میشنوند. میخوان سعی بکنند که مردگان میشنوند و هدف فقط شنیدن مردگان نیست بلکه یک دنباله دیگری هم دارد که استمداد از مردگان باشد، کمک طلب کردن از مردگان باشد که اون با توجه به آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حرام قطعی هست. منتها کسانی که اصرار دارند بر این که اثبات بکنند که مردگان میشنوند هدفشون این است که از این در واقع سوء استفاده بکنند و برای اثبات استمداد و استغاثه از مردگان در واقع دلیلی رو بیاورند. در این زمینه اصل بر این هست که مردگان نمیشنوند. اصل بر این هست به عنوان یک اصل اصیل و نهادینه شده این هست که مردگان در واقع نمیشنوند و آیات زیادی از قرآن کریم و احادیث زیادی بر این دلالت دارند. من جمله در سوره نمل آیه داریم که الله متعال میفرماد که انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، که الله متعال صراحتا به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماد که انک لا تسمع الموتى، تو نمیتوانی مردگان را بشنوانی، تو نمیتوانی که مردگان را بشنوانی. و قتاده هم در تفسیر این آیه فرمودند که این مثالی هست برای کافر، مثالی هست برای کافر که الله متعال کافر را تشبیه کرده به مرده، کافر رو تشبیه کرده به مرده که همان گونه که تو توانایی نداری که مردگان را بشنوانی، توانایی نداری که یک کافری را که قلبش را الله متعال مهر زده و اعراض میکند تو هم نمیتوانی که اینو در واقع بشنوانی، یعنی شنیدنی که از اون استفاده بکند و هدایت بشود. پس بنابراین این آیه صریح هست در این که انک لا تسمع الموتى و در جای دیگری دقیقاً همین آیه در واقع هم تکرار شده. این یک مورد. مورد دیگر هست که الله متعال در سوره فاطر میفرمایند که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که شما غیر از الله فرا میخوانید، یعنی تمام معبودانی، تمام صلحا و نیکانی که شما غیر از الله اونها را دعا میکنید، از اونها در واقع طلب حاجت میکنید، اونها هیچ گونه اختیاری رو ندارند. ما یملکون من قطمیر، حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما اینا در واقع اختیاری رو در دنیا ندارند، نمیتونند که به شما در واقع نفع یا ضرری را برسانند. در ادامه الله متعال میفرماد ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر شما هم اونها را فرا بخوانید صدای شما را نمیشنوند.
اگر شما صدا بکنید، گذشته از این که هیچ گونه اختیاری رو ندارن، مالک هیچ گونه نفع و ضرری نیستن، بالفرض این اگر با وجود این که اونها هیچ گونه در واقع اختیاری رو ندارند، اگر شما صدا بزنید ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر شما صدایشون هم بزنید اونها در واقع صدای شما را نمیشنوند. ببین انسان معمولا وقتی که یک کسی رو صدا میزند، خب کی هست؟ اونهایی حتی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم که لات و عزا و منات و بقیه بت‌ها رو در واقع صدا میزدند، اینها نمادی بودند از انسانهای نیکوکار. و امروزه هم کسانی که میخوان صدا بزنن میگن که فلانی چون که امامزاده هست، فلانی نمیدونم پیر و پیغمبر بوده، فلانی اولیاء الله بوده، از افرادی یعنی استمداد میکنند و طلب حاجت میکنند که از دیدگاه خودشون انسانهای برگزیده بودند. الله متعال در این آیه صراحتا میفرماد که حتی انسانهای برگزیده و نیکوکاران و انسانهای صالح هم اونها توانایی شنیدن صدا شما را ندارند. اولا که اختیاری رو ندارن، بالفرض که اختیاری داشته باشند و شما صدا بکنید صدای شما رو نمیشنوند. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. در مرحله سوم باز هم الله متعال میفرماد ولو سمعوا، بالفرض هم که بشنوند، بالفرض هم که اگر میشنیدن ما استجابوا لكم، و به شما اصلا یعنی نمیتوانند که در واقع اجابت بکنند. این مورد دوم هست یا که در قرآن کریم و غیر از این آیات دیگری هم هست که الله متعال در واقع مقایسه رو انجام داده در میان زندگان و مردگان. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردگان و زندگان با هم دیگر برابر نیستن. همه میدونیم که زنده برتر و بالاتر هست، حیطه قدرتش، نفوذ، استعدادش و حاسه هایش در واقع قوی تر هست از مردگان. الله متعال در این آیه که در سوره فاطر است میفرماید که و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندگان و مردگان در واقع با هم یکی نیستن. ان الله یسمع من یشاء، الله متعال هر کسی را که بخواهد میشنواند. و ما انت بمسمع من فی القبور، تو نمیتوانی که کسانی را که در قبر هستند اونها رو چیکار بکنی؟ بشنوانی. این آیات صراحت داره بر این که مردگان در واقع نمیشنوند. پس بنابراین اصل در این مورد شنیدن یا نشنیدن مردگان این است که مردگان نمیشنوند. درست. اصل بر این است که مردگان نمیشنوند. این در مورد در واقع آیات در این زمینه و روایاتی هم در این زمینه وجود دارد، مانند روایتی که از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه است در مسند امام احمد و در سنن نسائی در واقع ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد که ان لله ملائکه سیاحین، الله متعال فرشتگانی دارد که در حال گردش هستند. الله متعال فرشتگانی دارد که سیاحین فی الارض، در زمین در حال گردش هستند. یبلغوننی عن امتی السلام، یبلغوننی عن امتی السلام، که سلام امت مرا به من میرسانند، سلام امت ما را به من میرسونند. این روایت هم صحیح، شیخ البانی رحمت الله علیه این روایت رو در واقع تصحیح کرده. خب الان سوال اینجا هست که اگر واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنیدند صدای ما را، چی نیازی داشت که فرشتگان چیکار بکنن؟ سلام را برسونند. نیازی نبود. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون مستقیما میشنوند، پس بنابراین نیازی نبود که فرشتگانی رو الله متعال تعیین بکند که در واقع الله متعال این فرشتگان رو مأموریت بدهد که سلام انسان‌های مسلمان را به رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع برسانند. و حتی در مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که کسی بر من سلام بگوید، الله متعال روح مرا به من باز میگرداند تا اینکه من جواب سلامش رو در واقع بدم. این در مورد سلام حضوری هست. الان این جنبه آیات رو و روایات رو، اینا رو کاملا یک جنبه بگذاریم. گرچه روایات دیگری هم هست که مردگان میشنوند، از اون استدلال شده که منم ان شاء الله اشاره رو خواهم کرد. در قرآن کریم نمونه های فراوانی وجود دارد از انسانهای نیکوکار و صالحی که در دنیا زنده بودند و الله متعال اونها رو از دنیا برده و بعد از مرگشون رو برای ما دوباره چیکار کرده؟ یعنی خبر داده و اصلا دوباره اونها رو زنده کرده. بعد از مرگ
مرگ اونها رو دوباره در واقع زنده کرده بود. به طور مثال داستان حضرت زبیر رضی الله عزیر علیه السلام که یکی از انبیاء الهی بودند، در قرآن کریم در سوره بقره صراحتا اومده که الله متعال میفرماد او کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها. مانند آن کسی، مانند عزیر علیه السلام که بر قبرستانی گذشت، یک فکری در ذهنش آمد که گفت که ان یحیی هذه الله بعد موتها، الله متعال چگونه این مردگان را بعد از مرگشون زنده میکند. در ادامه آیه آمده فاماته الله 100 عام، الله متعال اون را از دنیا برد، مرگ سراغش اومد و 100 سال کامل مرد، یعنی در حالت مرگ بود. و بعد از این ثم بعثه، الله متعال دوباره اون را زندهش کرد. یعنی صراحتا در این آیه آمده که یکی از انبیاء الهی رو، یکی از انسانهای نیکوکار رو الله متعال اون رو در واقع مرگ داد، اون رو از دنیا برد، مرگ طبیعی سراغش اومد و 100 سال کامل مرده بود، در حالت مرگ بود. بعد از آن الله متعال اون در واقع زندهش کرد و بعد از آن که زنده شد قال کم لبست، چقدر مردی؟ الان زمانی که مرده بودی فکر میکنی اینجا خوابیدی، چند روز خوابیدی، چند مدت اینجا ماندی؟ قال لبستم یوما او بعض یوم، گفت نمیدونم، شاید نصف روز و شاید هم یک روز کامل. ببین شاید یک روز، شاید نصف روزی بوده یا شاید که یک روز کاملی بوده. الله متعال فرمود قال بل لبثت 100 سال بنده یک روز هم حساب نمیکنه. بله 100 سال مرده بود و بعد وقتی که الله متعال زندهش کرد گفت که چقدر موندی؟ گفت یک روزی یا نصف روزی، نهایتش هم که زیاد خوابیده باشم در اینجا مونده باشم همون در واقع یک روز کامل است. الله متعال فرمودند که بله بل لبثت 100 عام، تو 100 سال هست که اینجا مردی و اینجا در واقع افتاده بودی. حالا سوال اینجا هست که عزیر که یکی از پیامبران الهی بوده احساس نمی کرد گذشته زمان را احساس نمی کرد. خب در این قبرستانی که در اونجا بوده، خب افرادی رو آوردن در اونجا، شاید دفنشون کردن، مردمی در اونجا عبور و مرور کردن. در مدت این 100 سال چقدر انسانها مردن، چقدر انسانها زنده شدن، تغییراتی به وجود آمده. تمام اینها رو حضرت عزیر رضی الله عنه هیچ گونه نمیدونست که این گذشته زمان رو احساس نمیکرد. و وقتی هم که زندهش کرد الله متعال گفت که چقدر موندی؟ گفت که یک روز یا نصف روزی بیشتر در واقع نمونده. پس بنابراین از این معلوم می شود که حتی انبیاء الهی وقتی که از دنیا بروند از حال زندگان خبر نیستند، احساس نمی کنند گذشته زمان را، و چه بسا که صداهای ما را نمیشنوند و قطعا هم که نمیشنوند. خب عزیر وقتی که فوت کرده بود در واقع خب اهلش، خانواده‌اش، زن و بچه‌اش، مردمش نگفتند که عزیر کجا هست، صدا زدن دنبالش گشتن، اونو ناراحت شدند که عزیر گم شده. خب حداقل اگر صداها رو میشنوید میفهمید که من در واقع مدت طولانی هستم، زن و فرزند من یا مردمی که در زمان من بودند مردند، از بین رفتند اونها. یعنی تمام این احوال رو حضرت عزیر رضی الله عنه هیچ کدام رو در واقع نمیدونستند. این یک مورد دیگر در مورد اصحاب کهف دقیقاً همین مورد هست که بعد از این که الله متعال اونها را 300 و اندی سال که در واقع مرده بودند، حداقل همون 300 سال رو که حساب بکنیم، وقتی که دوباره الله متعال اونها را زنده کرد قال قائل منهم کم لبثتم، یکی از اونها گفت که خب چند روزه که من و شما اینجا موندیم در کهف؟ قالوا لبثنا یوما و بعض یوم، همون تعبیر رو بده، یک روزی شاید گذشته یا نصف روزی. خب اصحاب کهف انسان‌های موحدی بودند، سرآمد روزگار خودشون بودن. بازم میبینیم که 300 سال گذشته اما هیچ گونه احساسی در واقع ندارن. پادشاه ها اومدند و رفتند و مملکت کلا عوض شده، روزگار عوض شده، اما اصحاب کهف هیچ گونه احساسی رو در واقع نداشت. 300 سال رو احساس نکردند که چگونه گذشته و از اتفاقاتی که در این زمینه و در این زمان افتاده بود اونها هیچ گونه اطلاعی رو نداشتند. و حتی حضرت عیسی علیه السلام رو زمانی که الله متعال در روز قیامت از اون سوال میکند که چی شده، یا تو یعنی مردم رو دستور دادی که تو را عبادت بکنند، وضعیت پیروان تو چی بوده؟ زمانی که در سوره مائده آیه 117 هست الله متعال از اون سوال میفرماد که چه کردی یا امتت چگونه بودند؟ حضرت عیسی علیه السلام جواب میدهد و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، تا زمانی که من زنده بودم، من در میان اونها بودم، خب میدونستم.
در واقع اطلاع دادن. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، وقتی که تو به من مرگ دادی، مرا وفات دادی، تو در واقع شاهد اونها بودی و رقیب و در واقع حافظ اونها بودی و اونها رو مراقبت میکردی و در واقع تحت نظر تو بودن. صراحتا در اینجا اومده تا زمانی که من زنده بودم خب میدونم، اما زمانی که مرا وفات دادی بعد از اون خود در واقع شاهد اعمال اونها در واقع بودی و من شاهد نبودم. پس بنابراین با توجه به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و شواهد قرآنی که از مردگان گذشته برای ما در واقع خبر داده، دلالت بر این میکنند که مردگان از حال زندگان در واقع خبر نیستند و صدای زندگان رو در واقع نمیشنوند. این رفتن به امامزاده ها و این امور هم تمام اینها یعنی کارهای کاملا بیهوده‌ای هست و صرفا یک سری سوجویی هایی هست که برخی از افراد اینو برای خودشون در واقع یک مخازه و منبع درآمدی برای خودشون قرار دادن. خب این از نظر آیات و از نظر روایات است. از نظر عقلی هم وقتی که ما نگاه بکنیم مردگان در واقع نمیشنوند. خب یک مورد مشابهی رو که صریح هست الله متعال در اختیار ما قرار داده خواب هست. خواب در واقع یک مرگ در واقع ناکامل هست و ناتمام هست. حتی در روایت هم داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که النوم اخو الموت، النوم اخو الموت، که معروف است، این بر زبان عوام مردم هم این جاری است که خواب برادر مرگ هست. البته این روایت رو طبرانی نقلش کرده، با سند صحیح نقلش کرده و شیخ البانی رحمت الله علیه با توجه به کثرت طرقی که داره این رو در واقع صحیح لغیره دونستن. خب این خواب برادر مرگ هست. کسی که در این که در حالت خواب روح انسان در واقع می رود، روح انسان در واقع در حالت خواب با انسان نیست به طور مثال، و روایت زیادی در این زمینه داریم که دلالت بر این میکند که در هنگام خواب روح انسان در واقع منتقل می شود. در صحیح بخاری روایتی هست که جریان داستان لیلة التعریس که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه از غزوه برمیگشتن، در یک جای رسیدن و این میخواستند استراحت بکنن در آخر شب و گفتند که چه کسی نگهبانی میدهد؟ حضرت بلال گفت یا رسول الله من نگهبانی میدم تا اینکه شما رو برای نماز صبح بیدار بکنم. وقتی که نگهبانی شروع شد و صحابه خوابیدن، حضرت بلال رضی الله تعالی هم خوابشون برد. بعد از این که بیدار شدن دیدن که وقت نماز صبح در واقع گذشته و اولین کسی که بیدار شد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله قبض ارواحکم حین شاء، الله متعال ارواح شما را قبض میکند وقتی که بخواهد و ردها علیکم حین شاء، هر وقتی که الله متعال خواست روحای شما را گرفت و وقتی هم که خواست روحای شما رو به شما بازگردان. یعنی اون لحظه‌ای که شما خواب رفتید الله متعال روح شما رو گرفته، الان که بیدار شدی الله متعال روح شما رو دوباره به شما بازگردانده. یا در اذکار و اورادی هم هست که وقتی که انسانی از خواب در واقع بیدار می شود اینطوری بگوید که الحمدلله الذی رد علی روحی، الحمدلله الذی رد علی روحی، سپاس آن الله و پروردگاری را که روح مرا به من بازگرداند. یعنی این که در حالت خواب روح در واقع در بدن نبوده. تمام اینها به هر صورت یعنی یک نمونه هست از این که خواب برادر مرگ هست. خب انسانی که خوابیده آیا صدای ما رو میشنود؟ آیا احساس میکند اتفاقاتی رو که در کنار اون در واقع در جریان هست؟ هیچ کدام از اینا رو احساس نمیکند. با این که این قطع روح و ارتباط روح با بدن به صورت کامل و 100% نیست. اگر بیدارش بکنن دوباره بیدار میشوند، چه بسا که بعضی از یعنی حواس جسمانیش هم کار میکنن، اما با وجود این از اتفاقاتی که در کنارش در واقع میافتند از اونها خبر نیست. و غیر از این بالفرض این که مردگان میشنوند، خب این مرده زمانی که زنده بوده برای ما چه کاری رو انجام میداده که الان میتواند انجام بدهد؟ این زنده ای که الان زنده هست و هم روح در بدنش هست و هم حواس بدنش کاملا کار میکنن، این رو اگر از جای دوری ما صدا بزنیم صدای ما رو نمیشنود. اگر پشت دیوار باشد ما رو نمیبیند، صدای ما رو نمیشنود. اگر صدای خیلی سنگینی باشد، سهمگینی باشد، اون رو احساس نمی کند، نمیشنود، اون رو درکش نمی کند. صدای خیلی آهسته‌ای باشد و از جای دوری باشد، اون رو در واقع احساس نمی کند. پس وقتی که میرد و این بدن و روح و بدن از هم دیگر قطع ارتباط می کنند، چگونه ممکن است که ما رو در واقع صدای ما رو بشنود؟ تمام این دلایل مبنی بر این هست و دلالت بر این می کند که اصل بر این هست که مردگان در واقع نمیشنوند.
منتها در مواردی اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع مردگان را مخاطب قرار دادن. یک از مواردی هست که در صحیح بخاری اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از جریان غزوه بدر که کشتگان مشرکین رو در قلیب انداختن، در اون یک چاهی انداختن و بعد از 3 روز که میخواستند که حرکت بکنند، از اون معرکه بیان بیرون به طرف مدینه حرکت بکنند، رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت بر بالای اون چاه و اونها را صدا زد که آیا ما آن چیزی را که الله متعال به ما وعده داده بود، ما اون وعده الله را راست یافتیم، آیا شما هم وعده الله را راست یافتید یا نیافتید؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفتند که ما تکلم من اجساد لا ارواح فیها، یا رسول الله اینا پوسیدند رفتند، یعنی روحی در بدن اینها نیست، تو چگونه اینها را صدا میزنید؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند والذی نفس محمد بیده، والذی نفس محمد بیده ما انتم باسمع مما اقول منهم، شما صدای ما رو بهتر از اونها نمیشنوید. این روایتی هست که در صحیح بخاری در واقع هم و در صحیح مسلم اومده و در کتاب‌های دیگر هم اومده. منتها یک از راویان این روایت که حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه است میگه که احیاهم الله حتی اسمعهم قولا، الله متعال اونها را زنده کرده بود تا اینکه صدای رسول الله صلی الله علیه وسلم را بشنوند. یعنی این یک معجزه بوده برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. و با توجه به روایات دیگر، این الفاظ دیگری که در این روایت اومده مانند لفظ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که در اون اومده که الان صدای ما را میشنوند، نه هم هر صدایی را، این معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. وگرنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و بقیه صحابه نمیگفتند یا رسول الله شما چرا اینا را با اینا حرف میزنید، اینا که نمیشنوند. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نفرمودند که کی گفته مردگان نمیشنوند. با وجود این همه سالی که از ابتدای مسلمانیشون تا روز بدر در واقع گذشته بود، قبل از هجرت و بعد از هجرت، یعنی اتفاق نظر بر این بوده که مردگان نمیشنوند. برای اولین بار وقتی که دیدند رسول الله صلی الله علیه وسلم مردگان رو مخاطب قرار داده، براشون جای سوال بود یا رسول الله اینا مردن چگونه میشنوند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که اینها صدای ما رو الان میشنوند. این یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. یا در مورد دیگری که در صحیح بخاری هست در مورد این که در واقع بعد از این که مرده را دفن میکنند و مردم باز میگردانند، در روایت اومده که انه لیسمع قرع نعالهم، مرده صدای کفش زندگان را که دارند برمیگردند این را میشنود. خب این در یک مورد خاص اومده که در فلان حالت، و ما میدونیم به اتفاق اهل سنت و الجماعت در اون لحظه بعد از این که انسان رو دفن میکنند، مرده رو دفن میکنند، در روایت اومده که الله متعال روحش را به اون باز میگرداند و از اون در واقع مؤاخذه میشود، سوال کرده میشود که من ربک ما دینک من نبیک، این در واقع سوال کرده میشود. خب وقتی که روح به اون بازگردانده میشود، این در واقع قرع نعال یا صدای پای کسانی رو که بالای قبر هستند در این زمینه میشنود. پس بنابراین اصل بر این هست که مرده با توجه به آیات و روایاتی که عرض کردم از نظر نقلی و از نظر عقلی مردگان نمیشنوند، مردگان نمیشنوند مگر در موارد مخصوصی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده که قلیب بدر که خطاب به مشرکان بود، این یک از ویژگی های رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. و شنیدن صدای پای مردگان فقط در حالتی هست که در همون لحظه که روح به بدن در واقع باز میگردد و در این زمینه روایت هست. پس بنابراین مردگان اساسا نمیشنوند مگر در زمینه ای که در واقع نصی وارد شده باشد، زیرا که این مسائل را ما با عقل خودمون نمیتونیم قیاس بکنیم. موارد عالم برزخ را، زندگی جاویدان آخرت را ما نمیتونیم درک بکنیم مگر از طریق نص، مگر از طریق قرآن و حدیث. هر جایی که قرآن و حدیث گفته که مردگان میشنوند، اونو ما در همون دایره محدود اون رو در واقع اون رو ما قبول داریم. اما این که گسترده بکنیم این دایره را، این تضاد دارد با بقیه آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد. پس بنابراین اساسا مردگان نمیشنوند مگر موارد خاصی رو که در روایت اومده و با توجه به آیات قرآن ولو سمعوا ما استجابوا لكم، بالفرض هم که بشنوند نمیتوانند اجابت بکنند. پس بنابراین هیچ انسان عاقلی نباید یک مرده رو در واقع صدا بزند، اولا که نمیشنود، بالفرض این که بشنود توانایی اجابت رو در واقع ندارد. بله، جزاکم الله خیر بابت این توضیح که فرمودین. و واقعا انشالله ما و بینندگان بتونیم که از این آیات و اصطلاحی که از قرآن کریم جناب شیخ و مولانا فرمودن استفاده بکنیم و
حقیقت را دریابیم که واقعا تنها کسی که دعای مردم و دعای ما بندگانش را اجابت میکند فقط الله متعال است و بس. از اتاق فرمان کارگردان عزیز آقا رفیعی هم خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان را زیرنویس بکنن که کردن. تشکر میکنم و بینندگان عزیز نیز لطف کنید صدای ما را فقط از گیرنده یعنی از تلفن بشنوید و از طریق تلویزیون صدای ما رو نشنوید که صدا دیر میاد. جناب مولانا بیننده پرسیدن که آیا سجده کردن در پیش قدم مادر درست است؟ به صورت کلی یک اصل و اساسی هست که سجده کردن برای غیر الله جایز نیست. یعنی در شریعت اسلامی سجده کردن نه سجده عبادت و نه سجده تعظیم، نه سجده عبادت و نه سجده تعظیم، هیچ کدام برای غیر الله متعال در واقع جایز نیست. منتها شاید سوال بیننده در این زمینه هدفش یعنی بوسیدن پای مادر باشد. شاید هدف بوسیدن پای مادر باشد. سجده کردن برای هیچ کسی غیر از الله جایز نیست، حتی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم یا برای پدر یا برای مادر یا برای هر کسی دیگری. برای هیچ کس سجده کردن جایز نیست. بوسیدن دست و پای مادر جایز هست. بوسیدن دست و پای مادر از نظر شرعی جایز هست، اما بهتر بوسیدن دست مادر هست یا بوسیدن پیشانی پدر و مادر و عزیزان هست. این در واقع ثابت هست از عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین از عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی بوسیدن پیشانی به خاطر احترام و در واقع حرمت گذاشتن به یک فردی این جایز هست. اما بوسیدن پای مادر در صورتی که منجر به سجده باشد بازم جایز نیست. عرض کردم که بوسیدن پای مادر جایز هست، اما در صورتی که بوسیدن پای مادر شبیه به سجده باشد، به طور اینکه مادر ایستاده باشد و فرزند بخواد پایش را یعنی بوسه بزند، یک حالتی شبیه به سجده هست، بازم این مورد در واقع جایز نیست. اما اگر نشسته باشند، هر دو تا نشسته باشند، میتواند که دست و پای مادر را ببوسد. از نظر شرعی در این زمینه ممنوعیتی وارد نشده. تشکر میکنم از شما. تماس ها پره و اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. سلام بر استاد مولانا عبدالقدس خان میفرمایم. برادر عزیز، یک سوال داشتم، همین که آیا در نماز بامداد با قرآن نماز خوانده می شود یا با قرآن دست گرفته نماز خوانده می شود یا نه؟ به چه صورت؟ مثلا امام باشید، قرآن به دست در بگیرین، وقت یعنی اقامتی باید قرآن خوانده می شود یا نه؟ این موضوع قرآن به دست بگیرین نماز بخونید دیگه. ها درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه این که شما گفتید با جوراب ها مس کشیدن جایز است. جورابی که اگر نفیس باشد آیا می شود مس کشیده؟ درست. تشکر میگم از شما. خب سلامت باشید. سلامت باشین. تشکر میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. الو، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. با شبکه وصال تماس گرفتم. لطف کنید از طریق گوشی با ما صحبت بکنید چون که صدا از تلویزیون دیر میاد. بیننده گرامی، من از بینندگان خواهش میکنم که تماسشون که وصل شد از طریق تلفن با ما صحبت بکنن، منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. صدای شما خیلی پایینه، یکم بلندتر صحبت کنید. بله بفرمایید. الو، من سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. سوال داشتم که مثال من پدر مادر مسلمانه و مسلمان تولدگیم. مثال نمازا من میخونم، نه که باید اول کلمه شهادت اول بر زبان میآوردم بعد نماز میخوندم. و میخواستم سوال دیمم که مثال همین خیلی انسان ایمان میاره و باشین سوال اولتون رو دوباره بپرسین. سوال اول نه. سوال اولم که مثال مسلمانه، بله، پدر مادر مسلمان است.
مثال من خواستم چی کنم، مثال خیلی بکن، مثال ما کلمه شهادت اول به زبان بیاریم بعد کنیم، بعد ما زمانه بخونیم مسلمان های پدر مادرمان یا درست. ما همین مسلمان زاده شده ایم، این چی نیست جایز نیست. مثال من خیلی موضوع خونده رفتم. درست، سال واضح شد. سال بعدی سوال دیگه که مثال نه رسول خدا گفته که ایمان بیاریم، اول ایمان بیاریم، مثال خیلی ایمان بیاریم، مثال چیکار کنیم، همین چیزا را ما میفهموندن خیلی و از خدا چی طلب کنیم تنها و از خدا همه همیت مادر میفهموندن چگونه کنیم، همین را نمیتونم صرف یعنی فهمش خود بدن. درست. بعد توالی سیمون که مثال انسان یا چیه میخواد به خداوند میخواد وعده کنه که خدای من به خاطر تو میخوام همین کارا کنم، نه که بعد امکانیتش نمیشه و همین کارا کنه، مثال گناهکار میشه. بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه رحمت. باش. انشالله پاسخ دریافت میکنین. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد محترم، اگر حق کسی را تلف کرده باشیم، یعنی از نگاه مالی نباشد و از شخص بریم طلب بخشش بگیریم اگر او شخص حاضر به بخشش نباشد و یا هم اگر ببخشد یعنی از دل نباشد، در ظاهر بگید بله بخشیدم، خب حکم آن چیست؟ این شخصی که حق را تلف کرده باید چی کار کند؟ درست. و همچنان یک سوال دیگه داشتم که اگر کسی در دعای خود چنین دعا کند که خدای زندگی کردن در شهر مدینه منوره نصیبم بگردان، اگر در خیر است یعنی حتما خیر طلبیده شود و یا حتما زندگی در شهر مدینه منوره به خیر ماست، چون خیلی آرزو دارم که فرزندانم در همان شهر بزرگ شوند و تربیت اسلامی شوند. درست. و استاد محترم، از سلام جداگانه خودم خدمت مولانا صاحب دهقان تقدیم نموده و از ایشان میخوایم خواهش میکنم که برای ما دعای خیر کنن، برای فرزندانم دعای خیر کنن و اگر زندگی در شهر مدینه منوره به خیر ماست، از ایشان میخوایم که برای ما دعای خیر کنن تا اولادای ما همچون ایشان عالم بزرگ شوند در آینده. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. من تشکر میکنم از شما بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. یک سوال داشتم استاد محترم که مثلا کس مسافری که در پشت جماعت مثلا نماز 4 رکعتی باشه، وقتی که اقتدا کنه باید بعد از 2 رکعت نماز خدا مثلا امام که میخواد بعد از اتحیات 2 رکعت دیگه خدا میخونه، این کسی که مسافر است در صورتی که باید مسافرانه بخونه باید بشینه درودها و یارا بخونه خودش سلام دار بده یا هم 4 رکعت خدا ادامه بده با امام؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه که مثلا بله سوالی که مثلا کسی که نماز خدا عمدن قضا کنه یا نخونه ترک نماز کنه مثلا هیچ کدام مشکل نداشته باشه، گناه از این چقدر است؟ اینا میره میخواستم که از استاد محترم سوال داشتم. درست. یک جان تشکر. سلامت باشید. خداحافظ. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. تشکر. یک سوال داشتم از جناب استاد. بفرمایید سوالتون. بعد از نماز احکام یا جایگاه در دین داره میشه استاد؟ بنده گرامی صداتون داره قطع میشه. بنده من صداتون ندارم، یعنی دوباره سوال بپرسین، صداتون داره قطع میشه. در ارتباط به دعای دست جمعی بعد از نمازهای 5 وقت در مسجد اگر یکم مستدانه میکنم و ثانیاً در ارتباط به این که بعد از نماز دست جمعی امام 11 لا اله الا الله میگه بلند، همین چه یا کدام جایگاه داره یا چطور؟ درست. سوال واضح. تشکر. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. برنامه پرسش و پاسخ. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. ببخشید
داشتین درباره از ایران زنگ میزنم. بفرمایین. درباره دختری دارم شوهرش مرده. بله. بچه داره. الان ما امروز بیارم به پیش تو به پهلو خوب افغانستانه. حال وارد پورایی میگم به تو نمیرسه. ببینم به من میرسه مولا میبره مزگم برسه به ما یا نه سرپرست دختر من نداره. یعنی ورثه‌اش به شما میرسه به چه صورت؟ یعنی دوباره سوال بپرسین. دختر به افغانستان شوی سرطان بود فوت کرد. درست. ولی خصوصی داره، خصوصی هم فلج، خشوع هم داره، خشوعی هم انداره، خشوع انداره، خشوع خاصه نداره. بعد الان من مایم دختر کو بیارم مادر اینم به پیش خود که اینجا گذرانی نمیشه به افغانستان اینجا خود سفیرای ما خوش سرپرستی کنم. حالا یک بروشوری داره میگم من نمیدونم برسه ما ببینم به من میرسه یا اسم نمیده کتاب کور بیارم به پیش خود یا مثلا اونا از پیش خود خو میگم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ دست شما درد نکنه. سلامت باشین. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام برادر. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. از استاد گرامی یک پرسانی داشتیم. بفرمایید سوالتون. سوال ما این بود که این چیزه زنی که مثلا همسر خود را هر کس که باشه میگه شوهری که زن همسر خود را بخورد که ببینیم که این چی رقم میگه حرام نیست. مثلا بعضی ما میشنیدیم که میگه این که کسی هم شیر همسر خود را بخورد اون به جرم مثلا مادرش گفته میشه. درست. انا این پرسانه داشتیم. سوال دیگه هم دارین؟ استاد گرامی جواب بده. انشالله. تشکر میکنم. سلامتی. سلامت باشین. تماس بعدی رو وصل کنید. بله. سلام علیکم، بفرمایید. خدیجه هستم از کشور آلند تماس گرفتین. بفرمایید. خواهر خدیجه در خدمت شما هست. بله. سلام علیکم، با استاد دیقان صاحب گپ میزنم. بله. به خاطر یک سوال شرعی دارم که 6 سال پیشتر دخترم صدقه بود، یک تفلکش در کمود دشویی افتاده بود، او نافام اویلا داده. حال دختر میگه عذاب وجدان ببینیم که او چی حکم داره. امیر اگه تشریف بتین خوش میشم ازتان. خداوند تعالی اجر پاداش نصیبتان کنه. درست. تشکر میکنیم. تماس بعدی رو وصل کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. خالد هستم از آلمان به تماس شدیم. خالد از آلمان در خدمت شما هستیم. بله، یک سلام جداگانه خدمت استاد مولانا عبدالقدوس دهقان عرض میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. استاد محترم چند تا سوال داشتم خدمتتان. بفرمایید. سوال اولتون. من آداب تلاوت قرآن را خواندم، دیدم که در اونجا نوشته بود که قرآن تلاوت کردن با وضو بهتر است که با وضو باشه و پا هم دراز نباشه. منظوری است که آدم مثل وضویی که با نماز میخونه وضو میکنه، یا منظوری است که آدم جنوب نباشه غسل کرده باشه؟ و سوال دومی که آدم قرآن تلاوت میکنه با مصحف مثلا نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت که تلاوت میکنه بالاخره پای آدم خسته میشه که ششته باشه. آدم میتونه که قرآن شریف بالاتر بگذاره روی ریل یا لیر یا یک چیزی، بعد اگر بتونم پایش دراز بکنه مشکل نداره. و سوال سومی که سجده تلاوت قرآن که میشه باید آدم وضو مثل وضوی نماز داشته باشه سجده بکنه یا همون که وضو نداشته باشه؟ و سوال چهارم استاد محترم، سوالات زیاد شد. یکی که بعض وقتا که من میخوام قرآن تلاوت بکنم فقط میزنم دستای ما میشم استنجا میزنم و وضو نمیکنم، آیا این جایز هست، درست است یا نه؟ یعنی تلاوت عادی یا با از روی قرآن؟ نه، قرآن از روی تلاوت وقتی که میخوام بکنم میرم یک استنجا میزنم دستایم رو میشویم، دستا رو میشورم استنجا میزنم فقط. یعنی چی استنجا میزنی یعنی چی ده؟ فقط همین دستای خود را میشورم
اما وقتی که مثلا قضای حاجت، وقتی که آدم قضای حاجت میره بالاخره وضو باطل میشه، تمام میشه، میشکنه. درست. اما من فقط دستایم رو میشویم، یک استنجا میزنم، یعنی تمام وضو نمیکنم. یعنی وضو نه. بله درست. بله. سوال واضح. تشکر میکنم از شما. قربانتون. تشکر. زنده باشی. خدا. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. برنامه پرسش و پاسخ. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. اکبر هستم از تاجیکستان. در خدمت شما هستیم. یک چند سوال داشتم. سوال اولتان دعای قنوت که در نماز وتر میخوانیم، هر دعا خوانی که میشود یا که دعای مخصوص دارد؟ امیر میکنم. درست. سوال بعدی. سوال بعدی، در نماز 4 رکعته در رکعت‌های سوم و چهارم سوره فاتحه را نخوانی درست میشود نماز یا که شرط است خوانیم؟ سوال بعدی، در نماز بعد سوره فاتحه زم سوره نکنی سجده سهو واجب میشود؟ بعد از چی؟ از نو سوال بپرسین؟ بعد از خواندن سوره فاتحه مثلا بعد زم سوره کردن است که فراموش کنی در همینجا سجده سهو واجب میشود؟ یعنی چرا فراموش بکنین؟ سوره بعدی یا زم سوره کردن و فراموش کنی خواندن سوره. درست. بله. بعد یک سوال دیگر هم می‌خواستم از شما بپرسم. بفرمایید. در مسجد ما بعد نماز فجر، بعد نماز بامداد، وقتی که نماز بامداد رو میخونن مردم خارج از مسجد صف میکشن و با یکدیگر سلام میکنن. درست. اگر کسی سلام نکند آنها را سرزنش میکنن. این از نظر اسلام این بدعت است یا که کردن این جایز است؟ همین رو درست میفهم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی برنده بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی از طریق گوشی با ما صحبت کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سنیات کن از افغانستان متوسطم. بفرمایید سوالتان. سلام خدمت خود محترم و خدمت خودتان دارم. و علیکم السلام. سوال داشتم در این که ما استادان از خانده سریع که تمام شد به ما میگن که وقتی که نماز میخونیم باید قرآن شریف ها بلد باشیم. در حالی که ما قرآن شریف زیاد دارم، اما این که به نماز قرآن شریف آن بخونیم ایره نمیتونم یک تشویش به ذهن رایافته. در ما معلومات بدن ما مثل رای سیگاری شریف ها روزن آخر قرآن خونیم درست یا نه توی قرآن شریف موقع نمازهای خواهی کنم بسیم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. دیگه که دارم این که بفرمایید. بله. سوال بعدی؟ سوال دیگه هست که بله شما گفتن چی میکنن؟ من خانه مادرم زیاد نمیبرد. بعد میگن که این کار که شما میکنه یعنی حق ساله را. بعد میگم نه ما حق ساله را هم نمیکنم. دوست دارم من نمیخوام تو با خانه من داری. و زیاد مامانم میخوام که زیاد دوست دارم زیاد از رای سیگار میگن اقل کنی دیگر رو قصد زیستوفی نمیکنم. آیا این چی بادر که داره که میکنه در مقابل از این اطلاق میکنم اگه اصلا بگیریم که ما ملالات بشم خود انشالله پاسخ خود دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سوال داشت خدمت شما و بفرمایید سوالتون. ما که هستم در مورد نماز وتر
بخشین صداتون واضح نیست، دوباره سوال بپرسین. نماز وقتی که ما اصلا میخونیم دو رکعت نماز اول که میخونیم احتیاط میشینیم بعد بلند میشیم، رکعت دیگه که میخونیم بعد احتیاط میشینیم سلام پس میدیم. آیا جایز یا نه؟ بله. مولا سوال واضح دیگه. یعنی دوباره بپرسین سوال، چون صدا خیلی مشکل داره متاسفانه. 3 رکعت بدون یک رکعت، یعنی 3 رکعت وتر اول رو به چه صورت میخونید؟ 3 رکعت وتر، 2 رکعت که میخونیم احتیاط میشینیم. 2 رکعت میخونید تحیات میشینید، دوباره بلند میشین؟ بلند میشیم باز 1 رکعت دیگه میخونیم باز دوباره احتیاط. دوباره تحیات میشین، درست. امیر میخواستم شما توضیح بدم. درست. تشکر میکنم از شما. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلام ویژه در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان. علیکم السلام و رحمت الله. سوال داشتم جناب مولانا، این که احادیث مثال فضائل اعمال یا ریاض الصالحین که بیشتر در جماعت تبلیغ میخونن، میخواستم ببینم در نحوه سندی است صحیح چجوری؟ اینو پاسخ بدید ممنون میشم. التماس دعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم بیننده گرامی و در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. منم قرآن کتاب آسمانی، پیام و رهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. منم قرآن کتاب آسمانی، پیام و رهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. به قلبی چون بتابد این کلامت، چراغان می کند دلها بر امت. خوشا قلبی که باشد جایگاهت، خوشا جانی که باشد تکیه گاهت، خوشا جانی که باشد تکیه گاهت. منم قرآن کتاب آسمانی، پیام و رهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. بیا دیدم که پندی ناب دارم، به قلبم گوهری نایاب دارم. کلام پاک رحمان است و قرآن، نشان رب یزدان است و قرآن، نشان رب یزدان است و قرآن. منم قرآن کتاب آسمانی، پیام و رهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت.
اگر قرآن بود در زندگانی، شود آن زندگانی جاودانی. نمایان می کند راه سعادت، شفاعت می کند روز قیامت. شفاعت می کند روز قیامت. منم قرآن کتاب آسمانی، پیام و رهنمای جاودانی. منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. پیام و رهنمای جاودانی، منم قرآن، منم نور هدایت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت، سراسر رستگاری و سعادت. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و با کسانی باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شامگاهان می‌خوانند و تنها خوشنودی او را می‌جویند و هرگز در طلب زینت زندگی دنیا چشمانت را از آنها برمگیر و از کسی فرمان مبر که دل او را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوای نفس خود پیروی کرده و کارش از حد گذشته و برباد است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. شبستان وجودی ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. به دل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب،
ولی هر مسلمان است، عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بین ما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول پرسیدن که اگر در وقت گفتن نماز بامداد و کلا آیا در وقت نماز خواندن اجازه هست که قرآن را به دست بگیریم و در نماز بخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل در نمازها این است که انسان باید اون چیزی را که حفظ دارد یعنی از حفظ بخواند و خواندن قرآن از رو در واقع خلاف اصل هست و در مورد نمازهای نفلی یا نمازهای سنت جایز هست. یعنی در نماز شب یا قیام اللیل اگر فردی میخواهد که قرائت را طولانی بکند، قیامش طولانی باشد، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، میتواند که از روی قرآن هم در واقع بخواند. اما در نمازهای فرض اولاتر و بهتر اون است که اکتفا بکند بر همون چیزی که ایشون در واقع حفظ دارند، همان چرا که حفظ دارند از حفظ بخونند و از روی قرآن در نماز فرضی نخونند. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که اگر جوراب نازک یا به قول خودشان نحیف باشد آیا مسح کردن بر این جوراب درست است یا نه؟ بنابر قول جمهور فقها در این زمینه، یعنی جمهور فقها وقتی کسانی که معتقد بر مسح جوراب یعنی جواز مسح بر جوراب هستند شرط قرار دادند که جوراب در واقع نازک نباشد، یعنی جوراب غلیظ و کلفتی باشد. جمهور فقها این رو یکی از شرایط مسح بر جوراب قرار دادند، گرچه در روایتی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده در سنن ترمذی، حضرت مغیره رضی الله تعالی عنه میگوید که من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو گرفتن و مسح علی الجوربین و النعلین، به صورت در واقع یعنی بدون قید اومده که مطلقاً جوربین اومده و بسیاری از علمای معاصرین مانند شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه با توجه به اصل حکمت یعنی جواز مسح بر جوراب نظرشون بر این است ولو اینکه جوراب در واقع نازک باشند باز هم مسح بر اون در واقع اینو جایز قرار دادن، اما به خاطر احتیاط اگر کسی از این خلاف خارج بشود مسح نکند، یعنی این اولاتر و بهتر است. اما اگر مسح کردن باز هم از نظر شرعی انشاءالله که مشکلی رو نخواهد داشت. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که شخصی که مسلمان زاده هست یعنی پدر و مادرش مسلمان هستند، برای اینکه وقتی به سن تکلیف رسید و باید نماز بخواند لازم است که اول شهادتین را بگوید بعد نماز بخواند عبادت انجام بدهد یا
همین کافی است که عبادت‌هاش مثل نماز رو انجام بده. در مورد کسانی که در واقع تازه به سن بلوغ میرسند، به اتفاق علما اون اعمالی که قبلا انجام میدادن اون جزء تقربات در واقع حساب می شود، این ثواب اونها را خواهند برد، ولی اینکه نماز بر اونها فرض نبوده و لازم نیست که بعد از این که به سن بلوغ و سن تکلیف رسیدن حتما باید اول مسلمان بشوند، شهادتین بیاورند و بعد نماز بخونند. نه، همون شهادتینی که قبلا میخوندند و مسلمان بار اومدن همون در واقع کفایت میکند. مسلمان هستند، چه قبل از بلوغ بمیرند احکام مسلمانی بر اونها جاری می شود، چه بعد از بلوغ، ولو اینکه شهادتین را بعد از بلوغ یعنی دوباره تکرار نکنند. حکمشون این است که مسلمان هستند و نمازشون، روزهشون و بقیه عباداتشون کاملا صحیح و درست هست. درست. تشکر میکنم از شما. سوال بعدی برندین است، گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم روششان برای یاد دادن دین به مسلمان ها و صحابه چه صورت بوده؟ آیا اول ارکان ایمان را به آنها آموخته یا ارکان ایمان و اسلام را هر دو با هم؟ به صورت کلی در یعنی سیر احکام شرعی رو ما در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما بررسی بکنیم، میبینیم که در شریعت اسلامی ایمان به الله متعال یعنی قضایای اعتقادی مقدم بوده بر قضایای فقهی و شرعی. گرچه نماز یکی از احکامی بوده که قبلا، یعنی قبل از بعثت قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در معراج فرض شده، اما بیشترین احکام فقهی در واقع بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شدند و تدوین شدند. اولویت در آموزش و در فراگیری دین مبین اسلام در واقع باب عقاید هست، یعنی اصول ایمان هست و بعد از آن اصول اسلام. تشکر میکنم از شما. اگر کسی وعده ای کند یا منظورشون است که نذری بکند و که کاری انجام بدهد بعد نتواند آن کار را انجام بدهد، آیا گناه دارد؟ نذر یکی از مواردی هست که الله متعال کسانی را که بر نذر وفا میکنند اونها را در قرآن کریم ستوده. اساسا انسان نباید نذر بکند، اما وقتی که نذری را کرد، یک چیز رو بر خودش لازم قرار داد، از نظر شرعی مکلف و موظف هست که باید اون موردی را که تصمیم گرفته یا بر خودش نذر کرده اون را باید قطعا انجام بدهد. دقیقا همان چیزی را که در نظر داشته و نذر کرده همان را کاملا باید انجام بدهد. اما بالفرض اگر کسی بنابر یعنی معذوریتی و بنابر مشکلی نتوانست که نذر را انجام بدهد، وفای به نذر بکند، مثلا از نظر مالی شاید مشکلی رو داشته باشه و به هیچ عنوان توانایی ندارد، یا از نظر جسمانی مثلا گفته بود من روزه میگیرم الان نمیتواند روزه بگیرد، یعنی بنابر یک عذر شرعی نمیتواند که به نذر خودش وفا بکند، از نظر شرعی حکمش حکم قسم هست. بنابر قول حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، هر کسی که نذر کرد و بر آن نتونست که وفا بکند همون کفاره قسم را بدهد و کفاره قسم آزاد کردن یک برده هست که امروزه نیست و بعد از آن 10 مسکین را غذا دادن یا 10 مسکین را لباس دادن. اگر این موارد را نتوانست 3 روز روزه بگیرد، انشاءالله کفایت میکند. درست. تشکر میکنم از شما. بیانده بعدی گفتن اگر حق کسی بر گردن ما باشد، البته نه حق نظر مالی، ما از اون شخص طلب بخشش بکنیم و او ببخشد یا هم نبخشد، و اگر هم ببخشد شاید از توی دل راضی نباشد اما در ظاهر ما را ببخشد، حکم این کار چیست و حکم این بخشش؟ از نظر شرعی انسان باید در دنیا، در همین داری که و در این سرایی که امکان دارد که ما حقوق دیگران را بازگردانیم، اهم از حقوق مالی را یا از حقوق دیگری هست غیر مالی هستند، اینها را به صاحبانشون بازگردانیم. از هر مسلمانی که ما حقی رو تلف کردیم و به ناحق از اون استفاده کردیم برویم عذرخواهی بکنیم و حلالیت در واقع بطلبیم که ما را معاف بکنند. اگر حق مالی باشد، مالی رو از کسی بیجا و بدون اجازه مصرف کردیم، حکمش این است که اون مال را به اون بازگردانیم. اگر اون رو میشناسیم، اگر نمیشناسیم به نام اون در واقع صدقه بدهیم که در روز قیامت ثوابش به اون فرد انشالله برسد. در مورد حقوق غیر مالی، یعنی این که از کسی رو مثلا فحش داده باشیم، بد و بیرا گفته باشیم، غیبت کرده باشیم یا موارد دیگر از این قبیل که هستند، از نظر شرعی انسان باید در مرحله اول برود که از اون طرف مقابل باید معافیت طلب بکنند. اگر معاف کرد که فبها و نعمه، ولو این که معاف کردنش یعنی از ته دل نباشد،
شما رفتید از اون معافیت طلب کردید و اون به طور مثال یعنی گیر کرده در جلوی روی شما و نتونسته حرفی رو بزنه بگوید که من تو رو معاف کردم، از نظر شرعی شما سبکبار هستید. یعنی گناه وقتی که در جلوی روی شما به شما گفته که من تو رو معاف کردم، من دیگه حقی بر تو ندارم، من تو رو بخشیدم، این برای شما در واقع کفایت میکنه. بالفرض این که نبخشد، ما باید سعی بکنیم همون گونه که ما حقی رو تلف کردیم در موقع، یعنی حق کشی کردیم در برابرش، بدیش را گفتیم، از اون تعریف بکنیم. اگر از در یک جای رفتیم غیبتش را کردیم، یک مورد بدی را ازشون نقل کردیم، برویم در همون جمع با همون افراد از خوبی های این فرد در واقع چیکار بکنیم؟ تعریف بکنیم. این یک مورد. یا این که به صورت کلی در تمام مواردی که ما کسی را دشنام داده باشیم یا غیبتش را کرده باشیم، آبرویش را مثلا برده باشیم یا هر مورد دیگر، این حقوق غیر مادی که برگردن ما باشند، به جای این برایش دعا بکنیم. به جای این برایش به اندازه دعا بکنیم که مطمئن باشیم که دعای ما ثوابش بیشتر از اون حقی هست که ما از اون در واقع تلف کردیم. در روز قیامت الله متعال بنابر روایتی که روایت مفلس است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که مفلس از دیدگاه شما چه کسانی هست؟ گفتن کسی که درهم و دیناری نداره، شام شب نداره، مفلس است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که مفلس امت من کسی است که با نماز و روزه و زکات و حج و بقیه عبادات در واقع به آخرت رفته، اما شاکیان زیادی رو دارد، حقوق مردم را تلف کرده، آبروی مردم را در واقع از بین برده یا به مردم فحش داده، کسی رو زده و حق کسی رو خورده. اینها در روز قیامت میان از نیکی های این فرد برمیدارند. الله متعال در روز قیامت حساب و کتاب با نیکی ها هست، درهم و دیناری در قیامت نیست. از همین ثوابی رو که ما داریم، کسانی که از ما شاکی باشند الله متعال از این برمیدارد، به اونها میدهد و نهایتا به جای میرسد که از بس که شاکیان زیاد هستند، این فرد کلا دیگه یعنی مفلس می شود، تهی دست می شود، با ثواب تمام نماز و روزی که به قیامت برده همه رو از دست می دهد و الان چیزی براش باقی نمونده. اضافه بر این از گناه شاکیان برمیدارن، برگردن این می اندازن. یعنی این که در روز قیامت حقی رو که ما در دنیا تلف کردیم، در روز قیامت از ثواب اعمال خیر ما در واقع گرفته می شود، به کسی دیگر، اون کسی که شاکی هست در واقع ما می دهیم. پس بنابراین انسان باید این جنبه رو در تعامل با دیگران باید در نظر داشته باشند. کسی که شما را فحش میدهد، کسی که از شما غیبت کرده، کسی که آبروی شما را برده، درست هست که تحمل این موارد سنگین هست، سخته، اما شما جنبه دیگرش رو هم در نظر داشته باشید که در مقابل این عمل الله متعال در روز قیامت از نیکی های اون برمی‌دارد و به شما خواهد داد. و این یک کار خیلی خوبی هست و پسندیده هست. واقعا اگر کسی باشد که از ما غیبت بکند، دشنام بدهد و موارد دیگری باشد، نه اینکه انسان آرزو بکند، اما اگر عملا چون این چیزی اتفاق افتاد، معنیش این است که الله متعال از ثواب اون میگیرد به ما میدهد یا از گناهان ما میگیرد، اون فرد در واقع بر اون اضافه میکند. پس بنابراین قبل از این که انسان به قیامت برود و جلوی الله متعال به حساب و کتاب بشود، در همین دنیا حقش را باید پرداخت بکند. اگر حق مادیش هست اونو بازگرداند تا جایی که میتواند، اگر حق غیر مادی هست حداقل اگر حق کشی کرده یک سری احسانی هم به اون بکند، برایش دعای خیر بکند، از نیکی های و خوبی هایش در واقع تعریف بکند و این که برایش دعای خیر بکند، این در واقع به اندازه دعا خیر بکند که مساوی باشد با اون حق کشی که در واقع کرده. در روز قیامت از دو حال خالی نخواهد بود. یا این که اون بنده خدا راضی می شود، ثواب اون دعاها رو برای خودش برمی‌دارد که و در مقابل گذشت می کند از اون حقی که از اون تلف شده که شما سر به سر می شوید. یا این که در روز قیامت از نیکی های شما برمی‌دارد و این دعایی رو که شما در دنیا برای اون کردی، این ثوابش برای شما در قیامت باز هم در واقع باقی میماند و گذشته از این انسان باید توبه بکند. چه حق کشی کرده باشه در حق انسان ها، حق مالی باشد یا حق جانی باشد یا حق غیر مالی و غیر جانی باشد، انسان باید توبه بکند به درگاه الله متعال و از الله متعال مغفرت و معافیت طلب بکند و ان شاء الله الله متعال با این کیفیتی که عرض کردم در روز قیامت اون فرد رو از شما ان شاء الله راضی خواهد گردانید و ثواب اعمال شما ان شاء الله برای شما خواهد ماند. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که من همیشه این دعا را میکنم و دعا را میخوانم، میگویم خدایا زندگی در شهر مدینه منوره را نصیب من و فرزندانم بگردان اگر به خیریت است. آیا این دعا درست است یا نه؟
بله، زندگی در مدینه، المدینه خیر لهم لو کانوا یعلمون، مدینه بهتر هست برای کسانی که یعنی اگر میتونن در مدینه سکونت بکنن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که میتواند در مدینه بمیرد پس این کار رو انجام بدهد، یعنی در مدینه ساکن بشود تا اینکه مرگش فرا برسد و در مدینه باشد و الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم ان شاء الله برایشون شفاعت خواهد کرد. و در دعاهایی داریم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دعا می‌کردند که پروردگارا مرگ مرا شهادت در راه خودت بگردان و مرا در مدینه مرگم را یعنی قرار بده. و این دعای مأثوری هست که از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نقل شده و دعای جایزی هست. انسان جایز است که دعا بکند که الله تعالی او را در یک شهر با برکتی مانند مدینه زندگی رو بهش عنایت بکند و مرگش در این شهر باشد. این یک فضیلتی هست و دعا میکنیم که انشالله الله تعالی این خواهرمون رو و فرزندانشون رو به این آرزوشون انشالله برساند. انشالله. جزاکم الله خیر. بنده بعدی گفتن که اگر مسافر در پشت سر مقیم به نماز 4 رکعتی اقتدا بکند، آیا بعد از 2 رکعت باید بنشیند یا نماز را تکمیل بکند؟ این مسئله 2 تا صورت داره که در کجا به امام اقتدا کرده باشد. در کجا به امام اقتدا کرده باشد. اگر شخص مسافر رفت در مسجد که نماز بخواند و دید که امام در اتحیات نشسته بود، آخرین اتحیات بود، شما با امام شریک شدید، در تحیات آخر و شما که تحیات رو خوندید امام سلام داد، یعنی شخص مسافر. بله، این مسافر تا الان هیچ رکعتی رو نخونده، فقط با امام رسیده به اندازه سلام، یعنی فقط در تحیات رسیده و همین که در تحیات رو نشسته امام سلام داده. الان این مسافر 4 رکعت بخواند یا 2 رکعت بخواند، حکمش این است که 2 رکعت مسافری خود را بخواند، 4 رکعت نخواند. فقط حکمش این است که 2 رکعت نماز مسافری رو بخواند. اما در صورتی که قبل از این به امام رسیده باشد، مانند این که در اول نماز با امام شریک شده باشد یا در رکعت دوم یا در رکعت سوم با امام شریک شده باشد، یعنی این که حداقلش 1 رکعتی رو با امام خوانده باشد، 1 رکعتی رو با امام خوانده باشد. فرض کنیم که نماز ظهر هست، نماز ظهر رو از اول با امام شروع کرده، یا این که حداقل در رکعت سوم به امام رسیده یا در رکعت 4م که رکعت سوم نرسیده اما رکعت 4م را رسیده، یعنی 1 رکعت کامل با امام خونده باشد. در این صورت باید نماز را کامل بخواند، و اجازه ندارد که در وسط نماز امام را در واقع ترک بکند. وقتی که اقتدا کرده به امام در اول نماز یا در وسط نماز، یعنی حداقل 1 رکعت رسیده باشد، حکمش این است که حتما باید نماز را کامل بخواند. و این نقل شده از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، وقتی که با امام نماز میخوند نماز را کامل میخوند و وقتی که تنها میخوند در واقع نماز را در قصر میکرد و 2 رکعت میخوند. این از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم اومده و همچنین روایت دیگری در صحیح مسلم هست از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که موسی حذیلی رحمت الله علیه از ایشان سوال کرد که کیف اصلی اذا كنت بمکه، من در مکه که باشم در واقع چگونه نماز بخوانم وقتی که اذا لم اصلی مع الامام، وقتی که با امام نماز نخونم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمودند که صلی رکعتین سنت ابی القاسم، 2 رکعت نماز بخون که این سنت ابوالقاسم هست، یعنی زمانی که همراه با امام نیستی 2 رکعت بخون و زمانی که پشت سر امام نماز بخونی همون 4 رکعت امام را بخون کامل. یعنی شما اجازه ندارید که در وسط نماز که 2 رکعتتون کامل شد نماز را رها بکنید. و در صورتی که تنها یعنی کمتر از 1 رکعت با امام رسیده باشی، گویا که اصلا شما به نماز جماعت نرسیدی و اقتداتون اقتدای کاملی نیست، در اون صورت فقط همون 2 رکعت مسافری خودتان را بخوانید. اما در صورتی که در اول نماز با امام شریک بودید یا حداقل 1 رکعت با امام رسیدید و امام نماز را کامل و به صورت مقیمی و 4 رکعت بخوانید. بله، تشکر می‌کنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که اگر کسی نماز را به صورت عمدی ترک بکند، قضا بندازد، قضا بکند، از نظر شرعی گناه این کار چیست؟ به صورت کلی ترک هیچ عبادتی و هیچ در واقع حکمی از احکام اسلام گناهش به اندازه حکم ترک نماز نیست. هیچ گناهی رو
هیچ عملی رو ترکش گناهش به اندازه گناه ترک نماز نیست. در مورد هیچ عملی که ترک شده باشد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تارک آن را کافر نمیدونستند به جز قضیه نماز را که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. هر کسی که نماز را ترک بکند در واقع کافر شده. روایات صحیح و صریحی که در این زمینه وجود دارند در مورد بقیه ارکان اسلام و در مورد بقیه عبادات در واقع وجود ندارند. نماز مهمترین حکم اسلامی در شریعت اسلام هست در دنیا و اولین حکمی هست که در روز قیامت الله متعال در مورد حقوق خودش، این حقوق الله متعال از انسان مؤاخذه می شود. در روز قیامت از میان حقوق الله اولین پرسش در مورد نماز هست، این از نماز محاسبه می شود و در مورد حقوق الناس اولین چیزی که از انسان سوال می شود خون ناحق هست و اولین حقی که در روز قیامت از حقوق الله متعال از انسان بازخواست می شود نماز هست. اگر نمازش کامل بود بقیه اعمالش را حساب سرسری می گیرند، یعنی زیاد دقیق بررسی نمی کنند. اما اگر نمازش در واقع ناقص بود و کامل نبود تمام اعمالش در واقع به صورت دقیق و ریزی بررسی خواهد شد و ترک نماز گناه بسیار زیادی رو دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم در جریان معراج که رفته بودند و تجسمی رو که ایشون دیده بودند از حکم گناهکاران در یکی از مواقعی که ایشون رسیدن دیدند که یک فردی خوابیده و یک فردی بالای سرش هست، یک صخره سنگ بزرگی رو برداشته بر روی سرش میکوبد و این کسی که خوابیده سرش کاملا یعنی شکافته می شود، خرد می شود و سنگ پرت می شود به جای دوری. اون زننده، اون کسی که سنگ را میزند پرتاب میکند، اون دوباره میره و سنگ را بر میدارد و باز میگردد و این فردی که خوابیده دوباره سرش به حالت قبلی باز میگردد و دوباره این عمل را تکرار میکند. در روایت اومده که این گناه و مجازات کسانی هست که یعنی میخوابند و نماز نمیخونند، یعنی وقت نماز هست و بیدار هستند و بلند نمیشوند برای نماز خوندن. این مجازاتی هست که الله تعالی در روز قیامت برای تارکان نماز در واقع در نظر گرفته و حکمشون در نماز همون است که عرض کردم. بسیار از علما بنابر روایاتی که در این زمینه وجود دارند حکم کفر چنین افرادی رو در واقع صادر کردند. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده سوالی است که همیشه بینندگان میپرسن و این است که گفتن بعد از نمازهای 5 وقت در مساجد در بعضی از مناطق یعنی دعای دست جمعی خوانده می شود. این خواندن دعای دست جمعی در شرعی چه حکمی دارد؟ دعای دست جمعی اگر به صورت اتفاقی باشد اشکالی ندارد. دعای دست جمعی به صورت اتفاقی برای یک مرتبه هیچ گونه اشکالی نداره. به طور مثال ما الان نشستیم در یک مجلسی، در آخر جلسه میگیم که بیایم امروز اینجا جمع شدیم یک دعای هم بکنیم، دستا رو بلند بکنیم دعای بکنیم، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. در یک جلسه مثلا مردم جمع شدند، بعد از جلسه بگند که چون که امروز جمع شدیم البته این رسم نیست، عادت نیست، بیاید یک دعایی رو انجام بدیم، هیچ اشکال نداره که به صورت اتفاقی در واقع بدون تعیین وقت و زمان بیان یک جای دعای دست جمعی بکنند. اما این که دعای دست جمعی رو یکی از آداب نماز قرار بدهند و یکی از ضروریات نماز اینو قرار بدهند و جز آداب باشه که اگر کسی دعا نکرد در واقع اون رو بد بدونند و اگر دعا نکردن فکر بکنند که یک بخشی از ثواب نماز ما در واقع از بین رفته، چون این چیزی در واقع جایز نیست و بدعت هست. بدعت یعنی پایه‌گذاری کردن یک عملی که هدف ما تقرب هست، یک عملی که بنابر تقرب به امید ثواب ما اون رو انجام میدهیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو انجام نداده باشد. در هیچ روایتی از روایات صحیح وجود ندارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از دعا به صورت بعد از نماز به صورت دست جمعی دعا کرده باشد. یعنی در هیچ روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز دست‌ها رو بلند نکردند که دعا بکنند و صحابه آمین بگویند، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کلی ثابت نیست. به صورت انفرادی جایز هست، به صورت انفرادی جایز است که انسان بعد از نماز در واقع دعا بکند. اذکاری وجود دارد، اورادی هستند که انسان باید این اذکار اوراد را بخواند و دعایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم به برخی از اصحاب خودشون یاد دادند که اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، که بعد از نماز این رو بخونند اللهم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام. تمام اینها دعا هستند، منتها اینا دعاهای انفرادی هستند که باید تنها بخونند. حتی برای یک بار هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت
دست جمعی دعا نکردن. ما متبع و پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. عملی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونستن تشویق کردن برای دعا کردن، اذکار و اورادی رو بعد از نماز به اصحاب خودشون یاد دادن و کیفیت این اذکار و دعاها رو هم یاد دادن. یعنی این که هر کسی به صورت جداگانه و به صورت انفرادی دعا بکنن، وگر نمیتونستن رسول الله صلی الله علیه و سلم که صحابه رو جمع بکنن خودشون دعا بکنن، چه دعایی به اندازه دعای رسول الله میرسید. با این همه این فضیلت رو رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک کردن و صحابه هم نیومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله شما دعا بکنید ما آمین میگیم، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. و التزام این مورد یعنی لازم دانستن این بنابر فتوای ائمه احناف این در واقع جزء بدعت ها هست. یعنی لازم گرفتن این موارد که اینو لازم بدونن، جزء یعنی آداب نماز بدونن، این جزء مواردی هست که در واقع جزء بدعت ها شمرده میشه. جناب مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه در کتاب خودشون فتوا این ذکر کردند که در صورتی که به صورت التزام برسد و مردم اون را لازم بگیرن، این در واقع در دایره بدعت و امور ناجایز قرار میگیرد و بسیاری از علمای احناف هم این فتوا را در واقع صادر کردند. و در کتاب فقهی احناف فقط تا این اندازه اومده که امام اجازه دارد که برای آموزش دادن به مردم یک بار دوباری دعا بکند. برای آموزش دادن مردم یک بار دوبار، یعنی برای اینکه کیفیت دعا را و آداب دعا را آموزش بدهد میتواند که یک بار دوبار سه باری در واقع دعا بکنند. اما این که همیشه جز آداب نماز باشد بعد از امام همیشه امام بعد از نماز امام همیشه دعا بکند و مقتدی آمین بگویند، این در واقع از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و لازم گرفتن و همیشه این رو عمل کردن بر این جزء بدعت هایی هست که در دین آوردن و جایز نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار، هر بدعتی ضلالت هست و هر ضلالتی عاقبتش هم آتش جهنم هست. جزاکم الله خیر. خواندن 10 بار لا اله الا الله بعد از نماز فرض چه جایگاهی داره؟ این جایز هست و یکی از اذکار وارده هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. شیخ البانی رحمت الله علیه در سلسله صحیحه این روایت را آوردند و گفتند که این روایت در واقع صحیح است. یعنی خواندن 10 مرتبه، یعنی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، این 10 مرتبه این را بخونند بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب. این جز اذکار و اورادی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده و فضیلت خیلی زیادی رو هم دارد که این به معنی آزاد کردن یک برده هست، به معنی آزاد کردن یک برده. و در روایت اومده که هر کسی که یک برده رو آزاد بکند گوی خودش رو آزاد کرده، یعنی در مقابل هر عضوی از یک برده و غلامی که انسان آزاد بکند همون عضو خودش رو از آتش جهنم در واقع یعنی نجات داده و حفظ کرده. به اندازه ثوابش به اندازه آزاد کردن یک برده هست. 10 نیکی براش نوشته می شود و 10 بدی از اون در واقع برداشته می شود و 10 درجه بر درجات اون در واقع افزوده می شود. این در مورد کسی هست که 10 مرتبه این ذکر رو بخواند لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. و در روایت دیگر که در صحیحین هست 100 مرتبه هم وارد شده. در صحیح بخاری و صحیح مسلم، بل همین جمله در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که هر کسی که 100 مرتبه این ذکر رو بخواند لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، در روایت اومده که این 100 نیکی نوشته میشه، 100 بدی در واقع از اون برداشته می شود. و در ادامه روایت جالب است که اومده که و کان له حرزا من الشیطان، این یک پناهی هست برایش از شیطان. این هر کسی که صبح و شام 100 مرتبه این ذکر را بخواند از شر شیطان در واقع نجات پیدا خواهد کرد و هیچ کسی نمیتواند که عملی بالاتر از عمل این فرد را انجام بدهد در اون روز مگر کسی که این ذکر را بیشتر از اون در واقع خوانده باشد. بله جایز است که بعد از نماز 10 مرتبه شما این اذکار را در واقع بخوانید و این جز اذکار ثابته از رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. تشکر میکنم از شما. بیننده گفتن که شوهر دخترشون وفات کردن و فرزندانی هم دارن و ایشون میخوان که
دختر و فرزنداش رو بیاره پیش خودشون، اما برادر شوهرشون نمیگذاره این کار انجام بده. آیا چنین اجازه‌ای رو داره که نگذاره؟ این مورد رو باید به صورت تفاهم باید این مسئله رو حل بکنند که یعنی برایشون چه چیزی مناسب تر است. خب در اونجایی که یک مردی هست، اموهای اون بچه‌ها در اونجا هستند، این حق سرپرستی و حضانت را در واقع دارند که سرپرستی بکنند. از نظر شرعی پشتشون اونا هستند و میتونند که در موردشون در واقع تصمیم بگیرند. و پس بنابراین در این زمینه باید شما با همدیگر هماهنگ باشید که در یک جای زندگی بکنند که حداقل هم دختر شما سرپرستی داشته باشد و هم برادرزاده های اونها در واقع سرپرستی داشته باشند و بتونند با همدیگر در واقع زندگی بکنند و زندگیشون انشالله که تأمین بشه. بله، جزاکم الله خیر. اگر مردی شیر همسر خود را بخورد آیا محرم می شود او؟ نه، بیچ عنوان محرمیت ثابت نمی شود. یکی از شرایط در واقع حکم شیرخوارگی این است که حتما باید در 2 سال باشد. یعنی اگر کسی بالاتر از 2 سال یعنی از که خانمی شیر بخورد به هر طریقی که باشد، این محرمیت در واقع ثابت نمی شود. پس بنابراین اگر کسی خواسته یا ناخواسته، چه به صورت اشتباهی یا عمدن، شیر خانم خودش را به هر طریقی که امکان دارد بخورد، این محرمیت ثابت نمی شود. اینها یعنی مادر و فرزند نمی شوند، بلکه کماکان زن و شوهر هستند و نکاحشون صحیح است و باقی خواهد ماند. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی از هلند پرسیدن که 6 سال پیش دخترشان در دستشویی سقط کردن و جنین در دستشویی افتاده است، الان عذاب وجدان دارد. آیا گناهی بر او مترتب می شود؟ نه، هیچ گونه گناهی در واقع ندارد. یا سقطی که در واقع بدون اختیار سقط می شود، اون که در دستشویی باشد یا هر جای دیگری باشد، هیچ گونه گناهی بر اون کسی که این کار رو انجام داده یا بدون اختیارش در واقع این انجام گرفته، هیچ گونه گناه شرعی رو ندارد و هیچ گونه مؤاخذه‌ای رو ندارد، نه در دنیا و نه در آخرت، و نباید در این زمینه هم دغدغه‌ای رو ایشون داشته باشند. گناهی رو انجام ندادند که بخواند که عذاب وجدان داشته باشند و هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه ندارد، نه در دنیا مؤاخذه خواهند شد و نه در روز قیامت. درست. تشکر می‌کنم از شما. آقا خالد از آلمان چندین سوال در مورد تلاوت قرآن پرسیدن. سوال اولشون گفتن که از آداب‌های تلاوت این است که قرآن را با وضو بخونیم. آیا منظور از وضو این است که وضوی مثل نماز است یا اینکه شخص جنوب و یا جنوب نباشه یا غسل بر او لازم نباشه؟ این رو که جزء آداب تلاوت که وضو گرفته باشیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو تشویق کردند که انسان مسلمان همیشه باید با وضو باشد. سعی بکنند که انسان همیشه باید وضوی رو داشته باشد و خصوصا در هنگام تلاوت قرآن. زیرا که خود این وضو که مردم عموما به اون اهمیت چندانی رو نمیدن، این برای حضور قلب و برای ایجاد آرامش و در واقع آرامش روحی برای انسان خیلی مفید هست. در روایت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه آمده است که هر کسی وضو بگیرد و این وضوش با نیت طهارت و پاکی باشند، وقتی که وضو میگیرد آثار گناه یعنی اثر گناه از بدن انسان در واقع کاملا فرو میریزد. در روایت اومده که از با آخرین قطراتی که از دست انسانی از پا و صورت انسان در واقع میچکند، اون گناهانش هم به همین صورت شسته میشوند و از بین میروند. و قطعا وقتی که انسان گناهانش از دوشش بریزند، یعنی این که سبک میشود و از نظر روحی در واقع زمینه مساعدتری خواهد بود برای تلاوت قرآن. اما به اتفاق فقها تلاوت قرآن بدون وضو هم جایز هست. اتفاق نظر هست که تلاوت قرآن بدون وضو هم جایز هست، اشکال شرعی در واقع ندارد. اما اگر کسی وضو داشته باشد فبها و نعم، بهتر هست و اولاتر هست و میتواند قرآن رو در واقع دست بزند و هم از نظر شرایط روحیش در واقع مساعدتر هست و زمینه فراهمتر خواهد بود برای حضور قلبش. اما اگر وضو هم نداشت، تلاوت قرآن بدون وضو هم به اتفاق تمام علما جایز هست و اشکال شرعی ندارد. درست. تشکر میکنم از شما. سال بعدیشون گفتن که اگر در حین تلاوت قرآن پا خسته بشه، آیا می شود قرآن را بالا بگیریم و
پا رو دراز بکنیم یا نه؟ هیچ گونه اشکال شرعی نداره، جایز هست انسان وقتی که نشسته، خب نشستنی که به صورت به قول معروف مؤدبانه باشد، به انسان 4 زانو بنشیند یا 2 زانو بنشیند، طرف قبله بنشیند و این وضعیت نشستن تأثیر دارد در روحانیت انسان و در معنویت انسان و در حضور قلبش، در این هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد. اما بالفرض اگر کسی خسته شد اشکال ندارد، میتواند که پای خودش را دراز بکند، با پای دراز هم میتواند که در واقع بنشیند، دراز کشیده نماز بخواند یا اصلا بخوابد و دراز کشیده نماز یعنی قرآن رو تلاوت بکند یا تکیه بزند پاهایش دراز باشند قرآن رو تلاوت بکند. هیچ گونه اشکال شرعی و ممنوعیت شرعی در این زمینه وجود ندارد و گناهی رو برای انسان هم در بر ندارد، جایز هست. گرچه نشستن به صورت 2 زانو یا 4 زانو اولاتر و بهتر هست و انسان معنویتش بیشتر هست، اما اگر به صورتی که انسان تکیه زده یا پاش دراز هست اگر هم تلاوت کردن هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و گناهی رو انسان مرتکب نشده. درست، جزاکم الله خیر. برای سجده تلاوت آیا وضو لازم هست یا نه؟ نه لازم نیست برای سجده تلاوت یا برای سجده شکر. وقتی که وقت یعنی به آیه تلاوت رسید اشکالی ندارد، انسان میتواند ولو این که وضو نداشته باشد سجده تلاوت را یا سجده شکر را میتواند که انجام بدهد. بعد سوال بعدی گفتن که در هنگام تلاوت قرآن از روی جلد قرآن یا مصحف شریف آیا باید وضو بگیریم یا کافیه که دست رو استنجا بکنن و دست رو بشورن؟ در این مورد جمهور فقها نظرش این است که بدون وضو نمیشود قرآن رو در واقع دست بزنیم، بدون وضو قرآن رو نباید دست زد. این قول جمهور فقها و مذاهب اهل سنت و الجماعت است، یعنی این که استنجا کفایت نمی کند، حتی باید انسان وضوی کامل بگیرد برای اینکه قرآن رو میخواد که دست بزند. عرض کردم که برای تلاوت قرآن کسی از روی حفظ قرآن رو تلاوت میکند هیچ گونه اشکال ندارد بدون وضو تلاوت بکند. کسی اگر از روی نرم افزار و موبایلی میخواد قرآن رو تلاوت بکند اشکال ندارد، بدون وضو میتواند تلاوت بکند، بدون وضو میتواند موبایل رو دست بزند، صفحه رو لمس بکند و برگرداند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما اگر میخواد که مصحف رو دست بزند باید وضو داشته باشد و این رأی و نظر جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت است. درست، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که در هنگام خواندن دعای قنوت در وتر آیا فقط باید دعای مخصوص رو بخونیم یا هر دعایی کافی؟ در هنگام ضرورت، یعنی برای فردی که در واقع دعای قنوت را حفظ نکرده هر دعایی را بخواند کفایت میکند، هر دعایی را که بخواند از نظر شرعی کفایت میکند در هر جایی که باشد. منتها ادعیه مأثوره‌ای که هستند، ادعیه‌ای که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شدند، اینا در واقع اولویت بیشتری را داره، یعنی شانس قبولیت بیشتری را داره، برای تقرب بهتر هست و اولاتر هست، دعاهای جامعتر و کاملتری هست و خواسته های ما را به صورت کاملتر در واقع به دربار الله متعال معرفی میکند. اگر کسی میتواند که دعاهای مأثوره را، یعنی دعاهایی که شرعی هست از قرآن از رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان دعای قنوت ثابت شده اونها را بخواند، این اولاتر و بهتر هست. و اگر نتوانست اشکال ندارد هر دعایی را که در قنوت خواندند در هنگام در نماز وتر و در حالت قنوت خواندند اشکال شرعی ندارد و جایز هست. و یکی از دعاهای قنوتی که در این زمین از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده در سنن ابو داوود و ترمذی و نسائی و بقیه نقل کردن از سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما این است که میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را به من این گونه یاد دادند که اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فی ما اعطیت و قنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک و انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت لا منجا منک الا الیک. این یکی از دعاهای قنوتی است که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده و سند صحیح را هم دارند و دعاهای دیگری هم که در این زمینه هستند خوندنشون هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما اولاتر و بهتر دعاهایی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شدند. درست، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که خواندن سوره فاتحه در نمازهای 3 رکعتی یا 4 رکعتی در همه رکعات واجبه یا نه؟ قول راجع در این زمینه این است که بله، قرائت سوره فاتحه در تمام رکعات نماز جز ارکان نماز هست.
در تمام رکعات نماز، اهم از نمازهای فرض. نمازهای سنت جزء ارکان نماز هست. این هم در رکعت اول و دوم و هم در رکعت سوم و چهارم. یعنی جایز نیست که انسان در نماز فرض یا غیر فرض در رکعت چهارم در واقع اکتفا بکنه به تسبیح خوندن. در واقع دلیل شرعی ندارد و از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. اون چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است این است که ایشون فرمودند که من لم یقرأ بفاتحه لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب، کسی که فاتحه الکتاب را نخواند در واقع نمازش درست نیست. و این در تمام رکعات نماز هست، هم در رکعت اول و دوم و هم در رکعت سوم و چهارم. روش رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که در رکعت اول و دوم هم سوره رو میخوندند و هم فاتحه رو همراه با سوره میخوندند و در رکعت چهارم تنها سوره فاتحه رو میخوندند، ضم سوره نمیکردند. و این روش همیشگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهای فرض بوده. و در نمازهای غیر فرض، یعنی در نمازهای سنت، یعنی در سنت های 4 رکعتی مانند 4 رکعت سنت قبل از ظهر، در تمام رکعات هم قرائت میخوندند، یعنی هم سوره فاتحه رو میخوندند و هم ضم سوره میکردند، هم فاتحه و هم یک سوره دیگر یا چند آیه دیگر از قرآن کریم رو حتما میخوندند. اما در نماز فرض در 2 رکعت اول پر میخوندند، به این معنی که هم فاتحه میخوندند و هم سوره میخوندند و در 2 رکعت آخری در رکعت سوم و چهارم تنها ایشون سوره فاتحه رو میخوندند. و همچنین جایز هست و ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و خصوصا در نماز ظهر که ایشون احیانا در نماز ظهر در 2 رکعت آخری حتی همراه با سوره فاتحه سوره رو هم میخوندند، یعنی ضم سوره هم گاهی وقتی میکردند. پس بنابراین جایز هست که در نماز فرض هم انسان، خصوصا فرض نماز ظهر، در 2 رکعت آخری هم اگر گاهی وقتی شما مثلا همراه با سوره فاتحه ضم سوره بکنید و سوره دیگر رو بخونید، این هم جز سنت هست، از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. اما اکتفا کردن به ذکر و تسبیح در رکعت سوم و چهارم نه در نماز فرض درسته و نه در نماز سنت. حتما باید سوره فاتحه باید خوانده بشه. جزاکم الله خیر. باز سوال بعید همین زمینه هست، گفتن که اگر کسی در 2 رکعت اول بعد از خواندن سوره فاتحه فراموش کرد سوره دیگر رو بخواند، آیا باید سجده سهو انجام بده یا نه؟ در یعنی قول راجح و جمهور علمای اهل سنت این است که ضم سوره واجب نیست، جز سنت های نماز است. ضم سوره کردن جز سنت های نماز است. یعنی یک فردی فرض کنیم که در نماز فقط سوره فاتحه رو خوند، ضم سوره نکرد، از نظر شرعی نمازش درسته، از نظر شرعی نمازش درسته، هیچ گونه اشکالی ندارد. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ضم سوره جز واجبات نماز هست. یعنی یک سوره اضافه کردن بر سوره فاتحه یکی از واجبات نماز هست و در صورتی که واجب نماز را چه سهوا ترک کرده باشد یا این که در واقع فراموش کرده باشد، حکمش این است که بعد از نماز سجده سهو بکند. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کسی که ضم سوره نکرده، یعنی فقط سوره فاتحه رو در نماز خونده باشد، یعنی واجب نماز رو ترک کرده و در آخر باید سجده سهو بکند. اما جمهور فقها اهل سنت و الجماعت نظرشون است که ضم سوره جز سنت ها هست، اگر کسی ترکش کرد نمازش جایزه و اشکالی در نمازش به وجود نمیاد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در منطقه شون بعد از نماز فجر یا نماز صبح مردم خارج از مسجد صف میکشن و با هم سلام میدن. اگر هم کسی این کار انجام نداد انگار او رو عیب میگیرن این کارشو، آیا از نظر شرعی این کار جایز هست یا نه؟ سلام از نظر شرعی یک نوع دعا هست، یک نوع تقرب به درگاه الله متعال هست. سلام دادن گذشته از این که یک نوع خوش آمدگویی هست به طرف مقابل، از نظر شرعی یک عبادت شمرده می شود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجلسی نشسته بودند که یک فردی اومد و سلام داد، گفت السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که 10. یک فرد دیگری اومد و سلام داد، گفت السلام علیکم و رحمت الله. درست. و اینو به صورت کامل در واقع سلام داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ثواب ایشون در واقع اول گفتن 10 بعد گفتن 20 بعد گفتند که 30. یعنی اگر یک شخصی بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی این که در واقع 30 ثواب را به صورت کامل این در واقع دریافت میکند. خب این سلام دادن یک خوش آمدگویی هست ما به طرف مقابل میگیم، اما در کنار این یک نوع عبادتی هست و یک نوع تقربی هست به درگاه الله متعال. اگر بگین السلام علیکم 10 تا
ثواب داره، السلام علیکم و رحمت الله 20 ثواب داره، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 30 ثواب داره. و از نظر شرعی وقتی کسی به ما سلام داد ما باید سلامش رو بهتر بدیم. اگر به ما گفت السلام علیکم ما در جواب بگیم السلام علیکم و رحمت الله. اگر گفت السلام علیکم و رحمت الله ما در جواب بگیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یعنی جواب کاملتری رو به اون بدیم. حداقل همون اندازه که سلام داده به همون اندازه سلام رو باید ما دوباره به صاحبش بازگردانیم. پس بنابراین سلام یک عبادت هست. وقتی این عبادت کجا هست؟ وقتی رو مشخص نشده. هر وقتی که دو برادر مسلمان یا دو خواهر مسلمان همدیگر رو ملاقات میکنن وقت سلام دادن است. وقت این عبادت هست که باید به همدیگر در واقع سلام بدن. اما این که این رو مخصوص بدونن بعد از نماز با این کیفیتی که این بیننده عزیزمون گفتند که مردم بعد از نماز بیرون مسجد صف میکشند و همه باید به همدیگر سلام بدن، این در واقع بدعتی هست که اصلی در شریعت اسلامی ندارد. اگر در وقتی که از مسجد بیرون میرفتن به همدیگر سلام کردن هیچ گونه اشکال نداره. اگر کسی در مسجد یکی رو دید بهش سلام کرد، اگر سلام کرد بها و نعمه که همدیگر رو سلام بکنن. وقتی که وارد مسجد میشن سلام بگوین به همه، وقتی که روبروی هم قرار میگیرن به همدیگر سلام بگن، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. اما این که این رو جزء آداب نماز بدونند که همه یک جا صف بکشند، همه مردم باید بیان یکی یکی به همه سلام بگن، این از نظر شرعی اصلی رو ندارد و این تعیین یک وقت و زمان و یک کیفیتی برای عبادت هست که در شریعت اسلامی چنین وقت و زمانی و چنین کیفیتی در واقع تعیین نشده و بیان نشده. پس بنابراین سلام دادن جایز هست بدون تعیین وقت و بدون تعیین کیفیت و بدون وقت این که با اون کیفیتی که ایشون گفتند که بعد از نماز همه جمع میشن، این گونه جایز نیست. اما بدون این کیفیت هر کسی در مسیر راه در مسجد یا در غیر مسجد همدیگر رو دیدن سلام بکنند اشکال شرعی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. خواهری از افغانستان پرسیدن که خواندن قرآن را خوب روان نیستن، بلد نیستن روخانی قرآن یا خواندن قرآن را، اما دوست دارن که در نماز قرآن و آیات زیادی را بخونن. آیا همون مقداری که بلد هستن و خوب بلد نیستن را میتونه در نماز بخونن؟ ایشون باید سعی بکنند که قرآن را تا جایی که امکان هست، الحمدلله در این شبکه و در شبکه‌های دیگر اهل سنت و جماعت آموزش قرآن هست و میتوانند که انشالله یعنی تلاوت قرآنشون رو تصحیح بکنند و به صورت صحیح قرآن رو تلاوت بکنند و سعی بکنند که هر روز چند آیه رو انشالله فرا بگیرند تا اینکه به صورت کامل بتوانند قرآن کریم را به صورت صحیح تلاوت بکنند. اصل بر این است که هر چیزی رو که شما بلد هستید و بهتر میدونید و اتقان دارید و حفظتون خوب است، اونو در نماز بخونید، این اولاتر و بهتر است. و در نمازهای نفلی و در نمازهای سنت اگر خواستند که نماز را طولانی تر بکنند از نظر شرعی اشکال ندارد، میتوانند که قرآن را جلوی روی خودشون باز بکنند، از روی قرآن هم بخونند، اشکال شرعی ندارد، جایز است. اما در نماز فرض اکتفا بکنند به همون چیزی که ایشون حفظ دارند و همون آیات و سوره هایی رو بخونند که حفظ هستند و بهتر بلدند. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که شوهرشان به ایشون اجازه نمیده که بره خونه والدینش برای دیدن پدر و مادرش و میگوید که دوست ندارم با آنها ارتباط داشته باشی. خواهر میپرسد که آیا گناهی بر من هست به خاطر این که شوهرش اجازه ندارد و آیا شوهر این حق را دارد؟ نه، از نظر اصلی و اساسی شوهر این حق رو ندارد که همسرش رو از زیارت و در واقع ملاقات کردن پدر و مادرش منع بکند، مگر در صورتی که پدر و مادر مسلمان نباشند یا اینکه یک فساد دیگری در واقع وجود داشته باشه که به خاطر اون مصلحت اجازه ندهند. اما در صورتی که پدر و مادر مسلمان هستند، هیچ مشکل شرعی ندارند، در خونهشون هیچ گونه فسادی در واقع نیست و هیچ گونه ضرری به ایمان و اخلاق این در واقع دخترشون کنجا بره عاید نمی شود، از نظر شرعی در این صورت شوهر حق ندارد که همسرش رو از زیارت و دید و بازدید و ملاقات خانواده خودش منع بکند. و اگر به صورت کلی نگذاشت شوهر، یعنی به هیچ عنوان اجازه نداد و زمینه رو کلا از ایشون گرفته بود، نمیتونست که به زیارت پدر و مادرش برود، ایشون در واقع گناهکار نیستند. این خانم گناهکار نمیشوند و اگر گناهی در این زمینه باشد، گناه بر شوهر هست که دخل و تصرف بیجایی کرده و انسان را یا همسرش را از یک کار شرعی که صله رحم هست اون رو در واقع منع کرده و هیچ انسانی چنین حقی رو ندارد که یک فرد مسلمان دیگری رو از انجام یک عبادت یا حکم شرعی در واقع منع بکند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که روش نماز خواندن وترشان به این صورت است که 3 رکعت را با 2 تحیات و با 1 سلام میخواند. آیا درست است این روش؟
این روش فقط در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وجود دارد و فقهای احناف به این فتوا دادن اگر کسی بر اساس فتوا یک عالم حنفی چنین عملی رو انجام بدهد، یعنی وتر رو به این کیفیت بخواند، این معجزه هست، یعنی برایش جایز هست، اشکال شرعی و گناهی بر این فرد نیست و عملش انشاءالله که به بارگاه الله متعال قبول خواهد شد. اما تا جایی که بنده میدونم و روش سنت وتر که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، 3 رکعت با 2 سلام اومده، یعنی 3 رکعت با 2 سلام که رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 رکعت میخوندند با 2 سلام. روایت حضرت عبدالله ابن عمر هست که 2 رکعت میخوندند سلام میدادند و بعد بلند میشدند 1 رکعت دیگر میخوندند، یا اینکه 3 رکعت را با 1 سلام میخوندند. روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها 3 رکعت با 1 تحیات و 1 سلام، یعنی در بعد از 2 رکعتشون به تحیات نمی نشستند و بلند میشدند و رکعت سوم را میخوندند و در رکعت سوم هم دعای قنوت را میخوندند و نماز خودشون را کامل میکردند. این 2 روشی هست که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. اما فقهای احناف از یک روایت دیگری استدلال کردند که نماز وتر، نماز مغرب وتر نهار هست، نماز مغرب وتر روز هست، یعنی وتر روز که 2 رکعت هست، 3 رکعت هست با 2 تحیات و 1 سلام. این وتر شب را هم قیاس کردن بر این روایت و بر این وتری که در نماز در مغرب در واقع هست و خونده می شود. اما روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم همونگونه که عرض کردم صحیح هست و صریح هست که چون 3 رکعت را با 2 سلام میخوندن یا 3 رکعت با 1 سلام و 1 تحیات میخوندن. این اولاتر و بهتر هست و از نظر ما دلیلش در واقع قویتر و صحیح تر هست که این گونه بخونند. بدون شک. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که احادیثی که در فضائل اعمال و ریاض الصالحین آمده و جماعت تبلیغ از این 2 کتاب استفاده میکنن، از نظر سندی تا چه اندازه اعتبار داره؟ فضائل اعمال متاسفانه یک سری، یعنی روایات، نه تنها روایات ضعیفی رو داره، یک سری حتی روایات جعلی و موضوعی رو هم داره، یعنی روایاتی رو که روایت نیستند، حدیث نیستند، حدیث جعلی هستند که به رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نسبت داده شده. و اصل بر این است که انسان مسلمان هم در فضائل اعمال و هم در بقیه احکام شرعی بر احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنند. این در واقع انسان مطمئن‌تر هست و قلبش در واقع بیشتر اطمینان دارد و آرامش بیشتری را دارد، چون که مطمئن است که فلان حدیثی که من بر اون عمل کردم، چه در باب احکام باشد یا در باب فضائل، این در واقع صحیح است. اصل بر این است که انسان باید بر این عمل بکند. منتها برخی از علما اجازه دادند که در باب فضایل صرف از روایات ضعیف هم استفاده بشود. از روایات ضعیف در باب فضایل صرف هم در واقع برخی از علما نظرشون این است که اشکال نداره بر اون عمل بکنیم. اما اگر واقعیت را نگاه بکنیم، حتی فضایل را نمی شود که با احادیث ضعیف، یعنی وقتی که حدیث ضعیف هست یعنی یک نوع اشکالی رو در واقع دارد و ما از صحت این حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا این فضیلت رو بیان کرده باشند، آیا واقعا چنین کاری رو، چنین حرفی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم زدند یا نزدند، ما مطمئن نیستیم. پس بنابراین انسانی بنابر فطرت انسانی و بنابر احتیاطی که در این زمینه هست، حتی فضائل اعمال را هم ما باید سعی بکنیم که از احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع اخذ بکنیم. در کتاب فضائل اعمال عرض کردم که روایاتی که جعلی هستند، روایاتی که اصل ندارند، روایاتی که گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستند، عمل کردن به اونها یا بیان اونها به عنوان فضیلت عمل از نظر شرعی جایز نیست. بیان روایات جعلی و روایات موضوع و ساختگی برای مردم بیان کردنش جایز نیست، مگر در موردی که گوش زد بکنند که این روایات جعلی هست. یعنی برای معرفی کردن یک روایت جعلی می شود روایت جعلی رو برای مردم بیان کرد، اما برای بیان فضیلت به این عنوان جایز نیست و این دروغ و افترا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. روایات ضعیفی که در فضائل اعمال وجود دارد، حداقلش یعنی نظر بنده این است که اکتفا بکنند به روایات صحیح و خوشبختانه حتی در خود کتاب فضائل اعمال در پاورقیش اگر نگاه بکنند در اونجا نوشته که این حدیث چه اصلی رو دارد. احیانا نوشته که ضعیف هست یا صحیح است یا حتی نوشته که موضوع هست. نوشته موضوع هست یا اصلی ندارد یا ساختگی هست. وقتی که دیدن در پاورقیش نوشته که این روایت موضوع و ساختگی هست، دیگه اون به عنوان روایت رسول الله قبول نکنند. حرف و فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست و هیچ گونه قداستی رو هم
ندارد و سعی بکنند که بر روایات صحیح در واقع چیکار بکنند، عمل بکنند. و اما کتاب ریاض الصالحین این بیشتر یعنی 90% روایاتش صحیحه، روایاتش بیشتر از یعنی کتب معتبر اهل سنت و الجماعت هست، اما باز هم از روایات ضعیف خالی نیست، باز هم در این روایات ضعیفی هست. بنابر قول جمهور علما که معتقد بر این هستند که در روایات در باب فضائل می شود که از روایات ضعیف هم استنباط کرد، خود امام نووی رحمت الله علیه هم نظرشون بر این است. بدین خاطر برخی از روایات ضعیف هم در این کتاب در واقع وجود دارد. اما انسان همون گونه که عرض کردم و در کتاب ریاض الصالحین الحمدلله تحقیقات خیلی زیادی شده و روایات ریاض الصالحین تک تک در اونجا بررسی شده و در زیرشون نوشته که این روایت صحیح است یا اینکه ضعیف است. انسان بر روایات صحیح را در واقع به اون اولویت بدهد و بر اون عمل بکند و از روایات ضعیف پرهیز بکند، هم در باب فضائل اعمال و هم در باب در واقع احکام شرعی که به هیچ عنوان از یک حدیث ضعیف نمی شود که یک حکم شرعی رو در واقع استنباط کرد و ثابت کرد. امیدوار هستم که عموم مردم ما انشالله این فرهنگ و این رویکرد در میانشون جا بیفتد و عملی بشود که بیشتر به آیات صریح قرآن کریم و احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنند و انشالله مشمول فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم و بشارتی رو که دادن در مورد محدثین، کسانی که روایات مرا نقل میکنند و به دیگران میرسانند یا بر آن عمل میکنند، رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش بهشون مژده در واقع شادابی و شادمانی رو داده که انشالله تمام بینندگان عزیز به این مژده انشالله نایل بیایند انشالله. و ما هم دعا میکنیم که خداوند ما و همه بینندگان عزیز را پیروان واقعی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بده. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. از جناب مولانا نیز تشکر میکنیم که وقتشون رو به ما دادن و از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة